مرد مستی که وقتی میفهمید من اعظمم بدنمو کبود میکرد، ولی وقتی توهم میزد و منو اقدس میدید جور دیگه ای با من برخورد میکرد. دوستان و همراهان کانال خیانت پیشه، داستان و سرگذشت امشب در مورد 2 خواهره که یکیشون به اجبار پدرش به خواستگار خواهرش مجبور جواب مثبت بده و با اون ازدواج کنه. طی داستان اتفاقات و ماجراهای زیادی قراره بیفته که پیشنهاد میکنم حتما تا آخر به اون گوش بدید و لذت ببرید. منتظر کامنت های پرمهرتون هستم. با نوری که توی چشمم خورد گوشه چشممو باز کردم و خواهرم اقدس و برادرم شاپور رو توی خواب عمیق دیدم. هنوز سر جام به چپ و راست غلط می‌خوردم که با صدای پدرم کامل سر جام نشستم. پدرم میگفت اعظم، اقدس، شاپور، زود باشید بلند شید دیگه. ما تو خانواده تقریبا ثروتمندی به دنیا اومده بودیم و از مال دنیا بی‌نیاز بودیم. 2 خواهر و 1 برادر بودیم که عاشقانه همدیگر رو دوست داشتیم. اما سرگذشت به این عشق خواهر برادری چشم داشت و آینده‌ای برامون رقم زد که دور از انتظارمون بود. همگی از خواب بیدار شدیم و بعد از خوردن صبحونه هر کدوممون به کاری مشغول شد. پدر من اون زمان صاحب بزرگترین غرفه فرش شهر بود. من و اقدس خواستگارای زیادی داشتیم. من 17 سالم بود و اقدس 15 سالش. اقدس دختر خوشبرارویی بود و این زیبایی رو از مادرم به ارث برده بود. ولی من و شاپور زیبایی چندانی نداشتیم و بیشتر شبیه خانواده پدری بودیم. طبق عادت قرار بود با اقدس بریم بازار و پارچه بخریم برای لباس و کمی گشت و گذار کنیم. به محض ورود به بازار متوجه پسر جوون و خوشبرارویی شدیم که چشمش دنبال ما بود. متوجه خنده‌های زیرزیرکی اقدس شدم. بهش سقلمه زدم و گفتم نخند، عیبه، آقا جان بفهمه سرمونو میبره. اقدس پشت چشمی نازک کرد و گفت وا آقا جون که خودش هر روز برامون خواستگار میاره، پس بهتر خودمون طرف و دوست داشته باشیم. گفتم باشه ولی الان اینجا نخند، توی بازار زشته. اقدس ناراحت سرشو زیر انداخت، ولی من همچنان متوجه نگاه‌های زیرزیرکی اقدس به پسری که ولمون نمی‌کرد و دنبالمون میومد بودم. با هر بار ایستادنمون اون پسرم ایستاد و خودشو با چیزی مشغول میکرد تا اینکه بعد از خرید نچندان زیاد به خونه برگشتیم. مادرم که در عین سادگی و لباسای ساده همیشه زیبا بود نگاهی به ما انداخت و گفت چی خریدید دخترا؟ پارچه گرفتید؟ یادتون نره آخر هفته عروسی عمو کاظمتونه، باید لباساتون عالی باشه. پارچه ها رو نشون مادرم دادیم. تایید کرد و گفت باید بگم سکینه خیاط خانوادگیمون بیاد بدوزه براتون. توی همین صحبت‌ها بودیم که در خونه به صدا در اومد. مادرم پارچه ها رو با شک زمین گذاشت و گفت آقاتون که این موقع نمیاد، پس کی میتونه باشه؟ مادرم به سمت در رفت و من و اقدسم از روی ایوون نگاه می‌کردیم. متوجه نمی‌شدیم کی پشت در داره با مادرم صحبت میکنه. ولی مادرم بعد از اینکه درو بست با خنده‌ای روی لبش داخل خونه اومد و درو پشتش بست. هر دوی ما چشممون به مادرمون بود که بیاد و بگه چه خبره. مادر داخل خونه شد و پای خوش تراشش رو روی هم انداخت و گفت اقدس خانم بیا دخترم. اقدس سمت مادرم رفت و مادرم دست گره خورده اقدس رو از هم باز کرد و توی دستش گرفت و گفت اقدس مامان جان، امروز که رفتید بازار خوشگلیت کار دستت داده. اقدس کمی خودشو لوس کرد و مادرم ادامه داد پسر حاج رجب دوست بابات که غرفه داره ازت خوشش اومده. الانم مادرش بود، اومده بود ازمون اجازه خواستگاری بگیره. درسته که من از اقدس بزرگتر بودم، ولی آرزوی خوشبختی اقدس رو داشتم. از ته دلم خوشحال شدم و پریدم و بغلش کردم. اقدس هم منو بغل کرد. مادرم گفت ولی باید از پدرت اجازه بگیریم بعد. من فهمیده بودم اقدس هم به این پسری که دنبالمون راه افتاده بود بیمیل نیست. شب شد و پدر طبق معمول خسته از راه رسید و مادرم شامشو کشید و سر شام به پدرم گفت آقا محمود نگاه به دخترات کردی؟ پدرم نگاهی مشکوک به ما انداخت. خیسی سیبیلای کلفتشو گرفت و صداشو صاف کرد و گفت چی شده خانم؟ مادرم لبخندی به پدرم زد و گفت اقدست خواستگار داره. اونم کی؟ پسر حاج رجب، حاج رجب معروف. پدرم اخماش تو هم رفت و گفت من دختر بزرگتر از اقدس تو خونه دارم.
حاج رجب نباشه هر کی که میخواد باشه، اول اعظم بعدش اقدس. مادرم جواب داد خب آقا محمود، شاید اعظم حالا نخواد ازدواج کنه، خودش داره خواستگاراشو رد میکنه، ولی اقدس این مورد خوبو نمیتونه رد کنه. پدرم قلوپی آب خورد و ادامه داد توبه خانم دیگه ادامه نده، اول اعظم بعد اقدس، تمام شد و رفت. سرم زیر بود و احساس میکردم باعث و بانی ازدواج نکردن اقدس من بودم. اقدس زیبا بود و نمیتونست به پای منی بسوزه که هیچ خواستگاری قبولم نمیکرد و الکی میگفتم خودم جواب رد دادم. کاش اقدس ازدواج میکرد تا عذاب وجدان من کمتر میشد. مادرم کوتاه نیومد و ادامه داد آقا محمود، حالا به احترام حاج رجب بذار یه بار بیان صحبتامونو بکنیم، میگیم میمونن تا بعد از اینکه اعظم ازدواج کرد علنیش میکنیم. پدرم به فکر فرو رفت و گفت نمیدونم، هر کاری صلاحه بکن، فقط به فکر آبروی منم باش خانوم. مادرم خوشحال چشمی گفت و خواست بره سمت تلفن که پدرم گفت صبر کن فردا زنگ بزن، الان میگن چقدرم از خداشون بوده. مادرم راه نرفته رو برگشت و من کمی خیالم از بابت اقدس راحت شد. با شوق و ذوق شاممون خوردیم و بدون اینکه فکر کنیم تو ذهن آقا جون چی میگذره رفتیم توی اتاق. شاپور سرش از زیر لحاف بیرون گذاشته بود و به اقدس نگاه میکرد و میگفت واقعا کی عاشق تو شده با این اخلاقت؟ میگفت و هر میخندید. اقدس بالشتی به سمت شاپور پرتاب کرد و نگاهی به من که آروم گوشه‌ای نشسته بودم کرد و گفت خواهر تو راضی هستی من قبلت عروس بشم؟ بغلش کردم و گفتم خوشبختی تو آرزوی منه، ماشاءالله جفتتونم قشنگید، و زدم به تخته میزی که کنار دستم بود. اقدس لپمو بوسید و همه به خواب رفتن، ولی فکر من مشغول بود. درسته دلم میخواست اقدس خوشبخت بشه، ولی کاش منم زیبایی اقدس رو داشتم تا میتونستم سهمی از این زندگی داشته باشم. اونقدر با خودم کلنجار رفتم که نفهمیدم کی خوابم برد. صبح با سر صدای مادرمون از خواب بیدار شدیم. در رو با صدا باز کرد و داد زد بیدار شین ببینم کلی کار داریم، مادر فرهاد گفته امشب میان خواستگاری. فرهاد دیگه کی بود؟ لابد همون پسر حاج رجب بود. اقدس مثل ربات سر جاش نشست و تندی گفت صبح کله سر بهشون زنگ زدی؟ مادرم گفت نه خیر، خودش نیم ساعت پیش برای جواب زنگ زد، بودو ببینم مثلا میخواد شوهر کنه. خلاصه که هممون بیدار شدیم و شاپور با غرغر سمت بیرون اتاق رفت تا آماده بشه برای سر کار رفتن. تند و تیز کل خونه رو جمع و جور کردیم و همه چیز مرتب بود. مادرم رو به من گفت اعظم بودو برو میوه و شیرینی بگیر بیا، آقا دیر میاد، کارمو عقب میفته. موهای بافته شدم و پشت سرم رها کردم و از خونه بیرون زدم. به اطراف نگاه می‌کردم، اما دریغ از نیم نگاه به سمت من. دروغ چرا؟ گاهی به اقدس حسادت می‌کردم. اقدسی که روح و روانم بود. بالاخره چند قلم میوه و شیرینی گرفتم و به خونه برگشتم. با اقدس به سمت حمومی که داخل حیاط بود رفتیم. کلی پشتشو کیسه زدم و اونم پشت منو کیسه کشید. کلی خندیدیم و سر و صورت همدیگر رو کفی کردیم که مادرم صداش در اومد. ای بابا بدوید ببینم دارید چی کار میکنید؟ دیر میشه اقدس، باید آماده بشی ها. از همون بیرون اومدیم و رفتیم آماده بشیم. دونه دونه لباسامو امتحان میکردم و اقدس نظر میداد. مادرم داخل اتاق اومد و رو به من گفت تو چرا لباس میپوشی؟ دستام سوس شد و گفتم خب مهمونن، منم باید آماده باشم دیگه. مادرم لباسا رو از دستم گرفت پرت کرد داخل کمد چوبی و گفت نمیخواد، تو که قرار نیست بیای توی مهمونی، عیبه، فقط اقدس میاد. و بدون توجه به من رفت سمت اقدس و براش لباس انتخاب کنه. دلم شکست، بغضم رو به زور قورت دادم. حواسشون به من نبود. رفتم نشستم داخل حیاط و آروم آروم اشک ریختم. غروب بود و نزدیک اومدن مهمونا. آقا جونم کمی زودتر برگشته بود خونه. مادرم خیلی هول بود. میگفت بدو دیگه آماده شو، الان پیداشون میشه. آقام دستش روی چشمش گذاشت و گفت چشم توبه خانم، الان آماده میشم. و نگاش به منی که آماده نبودم افتاد و گفت تو چرا آماده نیستی دخترم؟ بدون حرف نگاهی به مادرم انداختم که گفت وا مرد مگه برای اعظم خواستگار میاد؟ فقط باید اقدس باشه دیگه. آقام گفت نه، باید اعظمم باشه، ناسلامتی خواهر بزرگتر اقدسه. و رو به من و بی توجه به مادرم گفت بدو برو حاضر شو دخترم. با خوشحالی سمت اتاق رفتم و اولین لباسی که دستم اومد تنم کردم و موهامو بافتم و چشممو سرمه زدم. بد نشده بودم،
ولی به انگشت کوچیکه اقدس هم نمی‌رسیدم. اقدس صورتی گرد داشت که چال گونه‌اش زیبایی صورتش رو دوچندان کرده بود. دماغی که خیلی کوچیک و خوش فرم بود و چشمای سبز و مژه‌های بلند و موهای طلایی و فرفری. ولی من دختری بودم با صورتی سبزه و کشیده که جای جوش توی صورتم نمایون بود. دماغم کشیده و عقابی بود و لبای نازکی داشتم. موهای مشکی و بلندم نه فر بودن و نه صاف. ریزی چشمام بیشتر توی ذوق میزد. مادرم زن خوبی بود و خیلی مهربون بود، ولی از همون اولش من احساس میکردم اقدس رو بیشتر از من دوست داره. چند باری هم به من گفته بود تو شبیه عمتی. با صدای زنگ از جا پریدم و رشته افکارم از هم پاره شد. رفتم بیرون از اتاق. مهمونا اومدن داخل. پدر و مادر فرهاد و بعدم فرهاد داخل شدن. زن و مرد پا به سن گذاشته‌ای بودن. فرهاد پسری که تو زیبایی از اقدس کم نداشت. با کت و شلواری مشکی که مرد بودنش رو دوچندان کرده بود، گل و شیرینی رو تقدیم مادرم کرد. بعد از اینکه احوال پرسی‌ها تموم شد، منم جلو رفتم و سلام کردم. مادر فرهاد خنده روی لبش خوش شد و آروم گفت اقدس تویی؟ فهمیدم انتظار نداشت منو ببینه. خواستم جوابشو بدم که مادرم پیش دستی کرد. نه حاج خانم، اقدس هم الان میرسه خدمتتون. اقدس تو اتاق نشسته بود و منتظر بود آقام صداش بزنه. فرهاد انگار منتظر اقدس بود و با پا روی زمین ضرب گرفته بود. از هر جایی صحبت شد. بحث در مورد خرابی بازار و حجره و همه چی الا اقدس و فرهاد. که بالاخره مادر فرهاد به حرف اومد و رو به شوهرش با خنده‌ای تصنعی گفت حاج آقا برای این حرفا وقت فراوونه. فعلا بحث مهمتری در پیش داریم. مادرم هم تایید کرد و بالاخره آقام اقدس رو صدا زد. اقدس آروم و با وقار جوری که سرش زیر بود و دستاشو توی هم گره کرده بود اومد توی مجلس. مادر فرهاد گل از گلش شکفت. گفت وای ماشاءالله ماشاءالله و به تخته مبل میزد. دوباره میگفت ماشاءالله به این همه زیبایی. نگاهی به مادرم کرد و گفت توبا خانم اقدس جون دقیقاً به خودتون رفته تو زیبایی. ماشاءالله هزار ماشاءالله. چشمای فرهاد برق میزد. وقتی حاج رجب شروع به صحبت کرد با حرفی که آقام زد همه وا رفتیم. آقام خیلی با جدیت گفت راستش حاج آقا حرمتتون برای من واجبه، ولی من تا دختر بزرگترم تو خونه است کوچیکه رو شوهر نمیدم. نگاهم سمت اقدس لیز خورد که لرزیدن دستاش به وضوح دیده میشد. نفسا حبس شده بود تا آقام بقیه حرفشو بزنه. آقام بعد از کمی مکث ادامه داد من امشب قبول کردم شما تشریف بیارید، اما برای اقدس نه. مادر فرهاد سریع مداخله کرد و گفت پس برای کی؟ آقام نگاهی به من کرد و گفت برای دختر بزرگترم اعظم. تمام تنم یخ کرد. این چه کاری بود پدرم کرده بود؟ اخمای فرهاد تو هم رفت. سرشو زیر انداخت و ناخوناشو توی گوشت دستش فرو میکرد. اقدس با چشمای اشکی منو نگاه میکرد. مادرم با نگاهش به من خط و نشون میکشید. انگار مسبب تمام این کارا من بودم. سرم پایین بود و جرئت نداشتم سر بالا بگیرم، ولی سنگینی نگاه بقیه رو حس میکردم. مادر فرهاد از جاش بلند شد. چارقدشو محکم کرد و با دلخوری گفت مگه ما ملیجکیم؟ از شما بعید این کارا. خب از اولش میگفتید برای دختر بزرگ نقشه دارید. و بعد رو به فرهاد و حاج رجب کرد و با سر گفت بلند شید بریم. فرهاد نیمخیز شده بود که بلندشن برن و صدای حاج رجب همه رو سر جاشو میخوب کرد. بشینید. حاج خانم با تعجب و دهنی باز گفت ولی حاج آقا. حاج آقا بدون اینکه نگاهی به اطراف کنه به گل وسط قالی زل زده بود و گفتم بشینید. هر دو نشستن. همه نشسته بودن و سکوت بدی حاکم بود. میخواستم بلندشم برم توی اتاق، ولی محکوم بودم به نشستن. کاش اولش حرف مادرم رو گوش میکردم و توی مجلس حاضر نمیشدم. حاج آقا رو به آقام گفت این بچه‌ها به میل خودشون باشه نمیدونن چی کار میکنن. منم مصلحت فرهاد و اعظم خانوم میدونم. پس مبارکه. و رو به من کرد و گفت دخترم بلند شو شیرینی‌ها رو تعارف کن. هاج و واج نگاه اطراف میکردم. اقدس گوله گوله اشک میریخت و از نگاهش تنفر میبارید. مادر فرهاد گفت ولی حاج آقا دل پسرت با اقدسه، مگه زوریه؟ حاج آقا عصبی شد و با لحنی تند گفت شما دخالت نکن خانم. همه چیز که قیافه نیست. اعظم عروس منه از همین لحظه به بعد. فرهاد پشتم عرق پیشونیشو پاک میکرد و نمیتونست حرفی بزنه. اقدس به حالت قهر مجلس رو ترک کرد. حاج آقا دوباره رو به من گفت عروسم بلند شو شیرینی و چایی تعارف کن. از ترسم جرأت نگاه کردن به مادرم رو نداشتم،
ولی خنده پنهونی پدرم از نگاهم دور نموند. به اجبار و با دستی لرزون شیرینی‌ها تعارف کردم که مادر فرهاد و خود فرهاد هیچ کدوم بر نداشتن و فقط حاج آقا به به کنان از اون شیرینی خورد. بعد از اینکه حرف و مهریه زده شد، فقط آقام و حاج آقا صحبت می‌کردن و همه تو خودشون بودن. منم دست کمی از اونا نداشتم. این چه سرنوشتی بود، چه اجباری بود به این ازدواج پوچ. قرار عقد برای 3 روز بعد گذاشته شد. حتی مهلت آشنایی به من و فرهاد داده نشد و ما هر دو در عمل انجام شده قرار گرفته بودیم. دروغ چرا؟ از فرهاد خیلی خوشم اومده بود، اما به خاطر دل خواهرم راضی به این وصلت نبودم. شاید اگر از اول عقدسی در کار نبود، با آغوشی باز فرهادو میپذیرفتم. در حالی که دستم رو روی گونم گذاشته بودم و اشکام سرازیر شده بودن گفتم خودتون که دیدین آقا جون گفت بیام تو مراسم. عقدس که تا اون لحظه صدای فینفینی گریش میومد با حرص نزدیکم شد و گفت آخه تو که خودت خواستگار داری چرا عشق منو دزدیدی هان؟ مگه چه بدی در حقت کردم؟ به تو هم میگن خواهر؟ گفتم به خدا عقدس اونطور که تو فکر میکنی نیست. من اصلا راضی نیستم با فرهاد ازدواج کنم. عقدس ابرویی بالا داد و گفت هرچند میدونم بعد اینکه باهاش ازدواج کردی مثل آشغال پرتت میکنه یه گوشه، چون اون فقط عاشق منه. میفهمی که؟ دوباره گفت نه، از کجا بفهمی؟ آخه نه کسی عاشقت شده نه عشق و تجربه کردی. پوزخندی زد و رفت یه گوشه نشست. با پاهاش روی زمین ضرب گرفته بود. انگشت اشاره‌ش رو سمتم گرفت و با تهدید گفت همین الان میری به آقا جون میگی بمیری هم زن فرهاد نمیشی، وگرنه به جان خودت زندگی تو جهنم میکنم. ازم دور اسمت خط میکشم، میشم بلای جونت. آب دهنم رو قورت دادم. عقدس چه ترسناک شده بود. همون خواهر مهربون من نبود و من انگار سالها بود عقدس رو گم کرده بودم. مادرم منو به سمت در خروجی هل داد و گفت برو بگو با فرهاد ازدواج نمی‌کنی. به اجبار رفتم و روبروی آقا جون که مشغول خوندن روزنامه بود ایستادم و گفتم آقا جون. آقا جون عینکشو پایین داد و با دیدنم لبخندی زد و گفت بشین دخترم. روبروی آقا جونم نشستم. دستام عرق کرده بودن و منم به هم میسابیدمشون. سرم رو زیر انداختم و رو به آقا جون گفتم من با فرهاد ازدواج نمی‌کنم. آقا جونم جا خورد و سری روزنامه رو کناری انداخت و با لحنی تند گفت یعنی چی؟ مگه مردم بازیچه دستمان؟ من با حاجی توافق کردم. نمیتونم بزنم زیر حرفم. پس آبروی من تو بازار چی میشه؟ میخوای خارم کنی؟ گفتم نه آقا جون ولی. آقا جون گفت ولی چی؟ خواستگار خواهرته؟ خب باشه. از این به بعد میشه شوهر خواهرش. و با صدای بلند عقدس رو صدا زد. عقدس از اتاق بیرون اومد و پشت سرش مادرم هم اومد. مادرم قبل از اینکه آقا جون چیزی بگه گفت وا مرد، خب نمیخواد با فرهاد ازدواج کنه، چرا زورش میکنی؟ آقا جون با لحن تندی گفت ولی من میخوام با فرهاد ازدواج کنه. اصلا خودم میخواستم برم پیشنهاد ازدواج اعظم و با فرهاد به حاجی بدم که خودشون پیش قدم شدن. الانم نبینم کسی رو حرف من حرف بزنه. عقدس با صدای گرفته از گریه دنباله حرف مادرم رو گرفت و گفت آقا جون ازدواج زوری عاقبت نداره. آقا جونم داد زد سرش و گفت برو تو اتاقت بی حیا. انگار نمیدونم به خاطر چی اینا رو میگه. هر کدومتون نیاد دیگه تو این خونه جایی نداره. هیچکس چیزی نگفت و بلند شدم رفتم داخل اتاق. عقدسم پشت سرم داخل اتاق شد. عقدس رو بهم گفت از خدات بود نه؟ آخه همچین پسر پولدار و خوشتیپی یه جا نمیتونستی به دست بیاری. آها همه خواستگارات کور و کچل بودن. اینا رو میگفت و دل منو به درد می آورد. دستم رو روی گوشام گذاشته بودم نشنوم، ولی اون ادامه میداد. شاپور اومد و عقدس رو ساکت کرد. بهش گفت بسته دیگه، حال خودش به اندازه کافی خرابه. تو هم نمک به زخمش میپاشی، تمومش کن. عقدس ساکت شد و با حرص و همون لباس مهمونی رفت و سر جاش دراز کشید و پتو رو تا سرش بالا کشید. من که تا خود صبح خوابم نبرد. پهلو به پهلو می شدم ولی تپش قلبم بهم اجازه خواب نمیداد. آرزو می کردم این 2 روز نرسه، ولی متاسفانه رسید. روزی بود که ازش متنفرم. با چشمای گریون لباس می پوشیدم که عاقد به خونمون بیاد برای عقد. پدرم چند نفر رو آورده بود که برام سفره مفصلی بچینن. تمام خریدا قرار بود بعد از عقد انجام بشه. حتی حلقه نخریده بودیم. تمام آینه و شمدون و قرآنم حاج آقا خریده بود و فرستاده بود. مادرم و عقدس با همون لباسای معمولی بدون آرایش تو مجلس حاضر شدن. شاپور اومد از داخل اتاق صدام کنه که چشمامو اشکی دید. اومد نزدیکتر و شونه‌هامو گرفت. بهم گفت آبجی نبینم گریه کنی. قسمتت اینجوری بود.
ایشالله که سفید بخت شی. لبامو ورچیدم و گفتم داداشی دیدی همه ازم فاصله گرفتن؟ اون از مامان، اونم از اقدس تنها خواهرم، مونس و همدمم. بغلم کرد و گفت خودم پشتتم تا بی نهایت. اصلا نترس. مامان و اقدسم یکم بگذره با این قضیه کنار میان. حالا هم چشاتو پاک کن بریم، آقا جون صدات میکنه. چشممو پاک کردم و به همراه شاپور از اتاق خارج شدیم. جز 2 خانواده هیچ کس توی اون وقت حضور نداشت. کسی جز پدرم و حاجی برای ورودم دست نزدن. غریبونه کنار فرهادی که حتی ریش صورتشو نزده بود نشستم. فرهاد با اخمایی در هم گره زده و صورتی پر ریش کنارم نشسته بود. وقتی چشمم به شلوارش خورد مشخص بود تحت اتوش نزده بود. بغضمو به زور قورت دادم. عاقد شروع به خوندن خطبه کرد. بعد از خوندن مهریه و گفتن که اینکه شما رو به عقد دائم آقای فرهاد معمارزاده در بیاورم، مکث کرده بودم و عاقد خواست برای بار دوم بخونه که مادر فرهاد گفت زیر لفظی هم میخوای لابد، زود بله رو بگو وقتمون رو نگیر. آروم یه بله گفتم. صدای دست زدن به گوش نمیرسید. فقط پدرم بود و حاج آقا که دست میزدن. عاقد نگاهی به اطراف کرد و گفت عروس خانم بله گفتن، شگون نداره دست نزنید. مادر فرهاد جواب داد شما کارتونو بکنید حاج آقا. عاقد عینکشو بالا داد و ادامه داد آقای فرهاد معمارزاده، آیا وکیلم؟ فرهاد نفسشو صدادار بیرون داد و گفت بله. ولی بله‌ای که از 100 تا نه بدتر بود. جز آقا جونم و حاجی کسی بهمون تبریک نگفت و بهمون هدیه نداد. نگاه اقدس نگاه کینه بود. کینه‌ای که بعدا شعله ورتر شد. بعد از عقد فرهاد بدون حرفی بلند شد و عزم رفتن کرد که آقا جونم صداش زد و روشونش زد و گفت داماد جان شگون نداره عروستو تنها بذاری، با هم برید خریدای لازم رو انجام بدید. فرهاد نگاهی گذرا به من کرد و گفت باشه حاضر بشید بریم. رفتم و لباسمو با لباس بیرون عوض کردم و همراه فرهاد رفتیم. داخل ماشین هیچ صحبتی با من نمی‌کرد. خواستم سر صحبت رو باز کنم، در حالی که دستام از شدت استرس می‌لرزیدن. گفتم آقا فرهاد الان کجا داریم میریم؟ جوابی نداد و من خورد شدم. با اخم به جلو خیره شده بود و با سرعت بدی ماشین رو کنترل می‌کرد. دوباره گفتم اگه اعصابتون ناراحته یه جا. نذاش حرفمو تموم کنم. داد زد بس کن دیگه، خوردی مغزمو، اینقدر حرف نزن. به تو چه که کجا میرم؟ میرم جهنم. سرمو زیر انداختم و فقط اشک ریختم. رسید دم جواهر فروشی و ماشینو پارک کرد. خودش پیاده شد و رفت داخل مغازه. 2 حلقه خیلی ساده دستش گرفته بود و آورد یکی رو انداخت روی پام. بنداز دستت پدرت گیر نده. چرا دخترم حلقه نداره؟ خودش هم حلقه‌شو دستش کرد. حلقه رو با دستی لرزون و دلی شکسته دستم کردم. دیگه خریدی انجام ندادیم. نزدیک ظهر بود. منو گذاشت در خونمون و پاشو گذاشت روی گاز و رفت. در رو باز کردم و داخل اتاق شدم. داشتم گریه می‌کردم که با صدای اقدس به خودم اومدم. اقدس بهم گفتم که خیر نمی‌بینی. هنوز اولشه، صبر کن ببین چی کارت میکنه. رو بهش گفتم تمومش کن اقدس، تو که خودت میدونی من این وسط قربانی بودم. من مقصر نبودم. چرا همش داری اذیتم میکنی هان؟ مگه من خواستگارتو دزدیدم؟ چرا به آقا جون نگفتی دوستش داری؟ به تو هم میگن خواهر؟ دهنشو کج کرد و گفت نه به تو میگن خواهر. فرهاد خواستگارم نبود، عشقم بود، هست و خواهد بود. اینا رو گفت و رفت داخل. آقا جونم نبود و رفته بود وسایل کرایه‌ای رو پس بده. مادرم بود که طبق معمول آدامس به دهن نشسته بود و کوبلم میدوخت. با دیدن من گفت چیه تحویلت نگرفت؟ دیگه تحملم تاق شده بود. داد زدم تو مادر منم هستی یا نه؟ چرا زجرم میدی؟ چون اقدس شبیه خودت بوده همیشه دوستش داشتی، ولی هیچ وقت به من محل ندادی. فکر کردی جای نشگونه‌ای که ازم میگرفتی یادم رفته؟ تو با عمه مشکل داشتی، مگه تقصیر من بود که شبیه عمه شدم؟ تو فقط به خاطر اینکه من شبیه عمه بودم دوستم نداشتی. حلالت نمی‌کنم هیچ وقت. به زودی هم شاهد مرگم خواهی بود. مادرم مات و مبهوت نگاه می‌کرد. تا به حال اونقدر عصبانی ندیده بودم. با دهنی باز رو به اقدس گفت وحشی شده، ولش کن، سر به سرش نذار. رفتم داخل اتاق و در رو بستم. زار زار اشک ریختم. آقا جونم زیاد طول نکشید که برگشت خونه. اول از همه سراغ منو از مادرم و اقدس گرفت که مادرم گفت کجا می‌خواستی باشه؟ تو اتاقه. آقا جونم گفت چرا با فرهاد بیرون غذا نخوردن پس؟ مادرم گفت چه میدونم، لابد چه عد و اطفاری در آورده پسر انداختتش دم خونه و رفته.
آقا جونم قدماشو سمت اتاق برداشت. سریع اشکامو پاک کردم و آقا جون وارد اتاق شد. با دیدن چشمای قرمز و پف کردم اخماش تو هم رفت و گفت چی شده دخترم؟ فرهاد اذیتت کرده؟ بگو برم حقشو بذارم کف دستش. خندیدم و گفتم نه آقا جون، دلم گرفته بود. آقا جونم بغلم کرد و گفت طبیعیه دخترم، روز اولیه که متعهد شدی و متأهلی. لبخندی تصنعی به روی آقا جونم زدم که آقا جونم گفت بیا بیرون دخترم، میخوایم نهار بخوریم. آقا جون خواست بره بیرون که گفت چرا با فرهاد بیرون غذا نخوردید؟ شما که دیگه محرم همید. گفتم فرهاد خسته بود، یکم رفت استراحت کنه. دروغی که گفته بودم و خودمم باور کردم. آقا جونم رفت و منم دنبالش رفتم. سفره غذا رو پهن کردیم و چلو مرغی که مادرم درست کرده بود خوردیم، ولی هیچی از مزه غذا جز طعم گس بغض نفهمیدم. اون روز گذشت و روز بعد صبح تلفن خونه به صدا در اومد. به سمت تلفن رفتم و برش داشتم، ولی فقط صدای نفسهای ممتد می اومد و قطع کرد. دوباره زنگ زد. دوباره برداشتم و دوباره هم قطع کرد. گوش رو زمین گذاشتم. شونه‌ای بالا انداختم و به داخل اتاق رفتم که دوباره تلفن زنگ خورد. اقدس به سمت تلفن رفت و آروم داشت صحبت میکرد. حد زدم اقدس با کسی دیگه ای آشنا شده که بتونه فرهاد رو فراموش کنه، ولی اونقدر خوشحال بودم از اینکه اقدس با کسی آشنا شده بود که یه لحظه تمام بدی‌ها و کینه‌های اقدس رو فراموش کردم و با لبخند رو بهش گفتم کی بود آبجی؟ اخماشو تو هم کشید و گفت به تو چه؟ تازگی گوشم که وای میسی. وا رفتم. انتظار داشتم اقدس همه چی رو تموم کنه، ولی روز به روز این کینه بزرگتر میشد و مثل قده‌ای سرطانی وجود اقدس رو در بر میگرفت. اون روز فرهاد سراغی از من نگرفت و نه تنها اون روز بلکه چند روز از فرهاد خبری نبود. اقدس وقتی منو میدید با حالت تمسخر میگفت چیه؟ نمیاد ببردت بستنی بخورید؟ نمیبردت سینما؟ آخه چقدر ازت فراریه. و میزد زیر خنده و میگفت چقدر ازت فراریه این فرهاد کوهکن. بغضم و قورت میدادم و هیچی نمیگفتم، تا اینکه یه روز آقا جون از غیبت طولانی مدت فرهاد شاکی شده بود و رو به من گفت آخرین بار کی فرهادو دیدی اعظم؟ سر به زیر انداختم و گفتم همون روز عقد. آقا جونم ابرو در هم کشید و گفت چرا دیگه نمیاد سراغت؟ گفتم نمیدونم، لابد کار داره. در همین حین اقدس تخمه میشکند و با تمسخر میخندید. آقا جونم نگاه بدی به اقدس انداخت که باعث شد اقدس خودشو جمع جور کنه. مادرم که تا اون لحظه ساکت بود گفت خودت کردی مرد، خودت دختر خودتو بدبخت کردی. چرا به زور دادیش به فرهاد؟ فرهاد اعظمو نمیخواد، اقدسو میخواد. هنوزم چشمش دنبال اقدسه. آقا جون داد زد تمومش کن توبا، وگرنه میندازمت خونه پدرت. مادرم به حالت قهر از پدرم رو گرفت و هیچی نگفت. آقا جونم گفت فردا باید به حاجی بگم زودتر بیان بساط عروسی رو راه بندازن. اینقدر عقل موندن اصلا به صلاح نیست. ای وای، آقا جونم خیلی عجله میکرد و من از آینده نامعلومم ترس داشتم. آقا جونم کار خودشو کرده بود. با حاجی صحبت کرده بود که بیان و برای سروسات عروسی برنامه بچینیم. شب آقا جون با دست پر اومد خونه و به مادرم میگفت خانم امشب حاجی و خانواده‌اش میان در مورد عروسی صحبت کنیم. اینا رو گرفتم برای مهمونا. مادرم شیرینی و میوه ها رو گرفت و آقا جونم هندونه رو هل داد داخل حوض. استرس تمام جونم رو گرفته بود. قرار بود بعد از مدت ها فرهاد رو ببینم. فرهادی که من دوستش داشتم، ولی این عشق برای من ممنوعه بود. اون شب خانواده فرهاد اومدن. مادر فرهاد حتی جواب سلام منو نداد و به جاش کلی اقدس و ماچو بوسه کرد. فرهاد به تکون دادن سری اکتفا کرد، ولی وقتی چشمش به اقدس افتاد حالت نگاش کلا عوض شد. انگار جوان‌تر شد و شاداب‌تر. ولی من حال فرهاد با اقدس خوب بود. اقدس با فرهاد و منم این بین حکم مزاحمو داشتم. اون شب حاجی بی مقدمه رفت سر اصل مطلب و عروسی رو برای یه هفته دیگه تعیین کرد. قرار شد عروسی توی حیاط بزرگ خونه حاجی گرفته بشه و کلی مهمون دعوت بشه. پدرم هم قبول کرد و قرار شد آخر هفته عروسی ما برگزار بشه. از فردا باید میرفتیم دنبال لباس عروس. انگار حاجی فکرمو خونده باشه. گفت فرهاد فردا میاد دنبال اعظم برن هر لباس عروسی که دلش خواست بخره. مادر فرهاد مداخله کرد و گفت نیازی به ولخرجی نیست. لباس عروس بچه خواهر حاجی هست. همونو ازشون قرض میگیریم میشورن میپوشه. حاجی جواب داد یعنی چی خانم؟ من که آبرومو از سر راه نیوردم. لباس کهنه مردمو بگیرم؟
مادر فرهاد گفت نه مردم نیستن، خواهرته، عیبم نداره. من پول به لباس عروس نمیدم، تموم شد و رفت. حاجی که تسلیم حاج خانم شده بود گفت باشه، لباس عروس که تخصص ما مردا نیست، شما خانم خودتون بهتر سر در میارید. پس قرار شد با لباسی کهنه برم سر خونه زندگیم، هرچند اصلا مهم نبود برام. آقا جونم از فردای اون روز تمام وسایلی که یه خونه نیاز داشت و برام خرید و فرستاد طبقه پایین خونه حاجی که قرار بود اونجا بشه خونمون. من حتی لباس عروس نو به دلم موند. لباس عروس کهنه و رنگ رو رفته دختر عمه فرهادو تنم کردم. تو تنم زار میزد. لباسو که پوشیدم، اقدس شروع کرد با صدای بلند خندیدن. انگار یه گربه رو انداختن تو پوست شیر و باز هم خندید. ناراحت شده بودم. وقتی نمونده بود برای خریدن لباس. روز آخر بود و باید با همین لباس گل و گشاد میرفتم توی مراسم. مادر فرهاد رو به مادرم گفت دختر خواهرم همیشه زنای فامیل آرایش میکنه. الان میاد درستش میکنه. نیازی نیست آرایشگاه بره. وای خدایا، اینا قصد داشتن از من یه عروس زشت بسازن. هرچند همیشه همه میگفتن من زیبایی ندارم، ولی امروز میتونست بهترین روزم باشه. چیزی نگفتم. دختر خاله فرهاد اومد خونه ما و منو به بدترین شکل ممکن درست کرد. دقیقا مثل جنا شده بودم. یه سایه قرمز و یه ماتیک 24 ساعته که دیگه از رو لبام پاک نمیشد. درست زیبا نبودم، ولی اون شب منو به طرز فجیعی درست کرد و زشت‌ترم کرد. بعدم آخر سر گفت به به عالی شدی. نگاه عاقلانه در صفحه‌ای بهش انداختم که آدامسشو توی دهنش جابجا کرد و گفت خب من دیگه برم که الان مراسم شروع میشه. خودم آماده بشم. بعد از رفتنش مادرم و اقدس اومدن داخل اتاق. اقدس وای بلندی گفت چقدر خوشگل شدی و دوباره مسخرم کردید و خندید. مادرم زد به پهلوی اقدس و رو به من گفت بلند شو، الان فرهاد میاد دنبالت، برو کفشاتم بپوش. با تمسخر گفتم کفشای مادر بزرگ فرهادو که نیاوردن من بپوشم. مادرم زد رو دستش و گفت انقدر زبون دراز نباش، اینم از خوبی مادر فرهادی که لباس برات قرض کرد و آرایشگر آورد تو خونه. بلند شدم و داد زدم. طاقتم تاق شده بود. لباس گشادم و نشون دادم و گفتم این خوبی رو میگی؟ به قول اقدس انگار گربه رو انداختن تو پوست شیر. رفتم جلو آینه و صورتمو نشون دادم و گفتم یا این آرایشو، چشمامو ببین، انگار کورم، هر کدوم یه اندازه. موهام چی؟ موهامو دیدی؟ خودم میبستم قشنگتر بود. بعد میگی خوبی کرده؟ نه خیر، خوبی نکرده. شما منو ملیجک کردید که تو مراسم بهم بخندن. اقدس چش قره رفت و گفت فرهاد مهمه که اونم اصلا نگات نمیکنه. پاشو جمع کن اداهاتو. در همین حین صدای زنگ به گوشم رسید. مادرم دستامو گرفت و تقریبا به سمت بیرون هلم داد. برو اومد. رفتم سمت بیرون و فرهاد و کت و شلوار به تن دیدم. به قدری قشنگ شده بود که میخواستم داد بزنم و بگم من نمیام. میخواین منو به تمسخر بگیرید. ولی خودداری کردم و بغضم و قورت دادم. رفتم و فرهاد بدون اینکه نگام کنه گفت برو بشین داخل ماشین. رفتم و سمت شاگرد نشستم. سرم زیر بود. نمیخواستم منو ببینه. هرچند به قول اقدس اصلا نگامم نمیکرد. ماشینو حرکت داد و رفتیم سمت حیاط خونه حاجی که مراسم بود. خانواده‌م هم قبل از ما رسیده بودن. داشتم همراه فرهاد قدم برمی‌داشتم. کفشایی که به پام گشاد بود و لباسی که توی تنم زار میزد و آرایشی که بیشتر شبیه جادوگر شده بودم تا عروس حالمو بد کرده بود. سرم زیر بود، ولی سنگینی نگاه مهمونا و پچ‌پچاشون توی سرم میپیچید. صدای تمسخر و خنده‌هاشون رو میشنیدم. رفتیم و نشستیم جایگاه عروس و دوماد. فرهاد که اصلا نگام نمی‌کرد. آهنگ پخش شده بود و همه در حال رقص بودن. به اجبار اطرافیان با فرهاد رفتیم وسط که برقصیم. فرهاد موقع رقص اصلا حواسش به من نبود و با لبخندی میرقصید. وقتی نگام به اقدس افتاد که جوری میرقصه که روبروی فرهاد باشه، بازم دلم شکست. توی مجلس عروسی انگار اقدس با فرهاد میرقصید و من فقط برای خودم اون وسط حرکت میکردم. فرهاد ضربه آخر و زمانی زد که روی سر اقدس گلبرگ گل ریخت. دلم گرفت، ولی کاری ازم ساخته نبود. عروسی تموم شد و همه اومدن تبریک گفتن و رفتن. فقط موندن خانواده‌ها که از اون بین اقدس از استرس ناخوناشو میخورد و نمیدونست چی کار کنه و من ترس تمام جونمو گرفته بود. در مورد عروس شدن چیزایی شنیده بودم، ولی از اصل ماجرا بی‌خبر بودم. دختر عمه فرهاد آخر مجلس نزدیکم شد و گفت ببین ازم، لباسم دستت امانته ها، نبینم کثیفش کنی. با خنده گفتم
الان میرم درش میارم میخوابم. نگران نباش. زد زیر خنده و منو کناری کشید و تمام باید و نبایدهای امشب رو بهم توضیح داد. ولی من اطمینان داشتم فرهاد با من هیچ کاری نمیتونست داشته باشه. تمام آرزوی فرهاد اقدس بود، نه من. پدرم بعد از اینکه سفارشات لازم رو به فرهاد کرد و منو دستش سپرد، خدافظی کردن و رفتن. بالاخره تمام شد و با فرهاد راهی خونه شدیم. خونه قشنگ و دلبازی بود و با تمام جهیزیه من داخلش چیده شده بود. رفتم داخل اتاقی که 2 دست لحاف و تشک روی زمین پهن شده بود و یه تکه پارچه سفید کنار لحاف تشک بود که منو یاد حرف ناهید دختر عمه فرهاد انداخت. ترس برم داشت. رفتم نشستم روی لحاف تشک و منتظر فرهاد نشستم. فرهاد داخل اتاق اومد و بدون اینکه به من نگاه کنه بالشتشو از روی زمین برداشت و به سمت نشیمن رفت. بالشت رو با حرص روی زمین پرت کرد و کتشو سمت دیگه خونه پرت کرد و کفششو با تکون پا از پاش در آورد روی بالش دراز کشید. پس حدس من درست بود. فرهاد نزدیکم نیومد و حتی با هم حرفم نزد. آروم حق زدم که صداشو شنید. دستم روی صورتم گذاشته بودم. صدام بیرون نره. اما سنگینی سایه‌ای رو بالای سرم دیدم. بدون اینکه دنبال مقدمه باشه گفت چرا؟ گفتم چرا؟ گفت امشب من با عشقم اقدس رو تو آغوشم می‌داشتم. چرا جدامون کردی؟ از خواهرت بدت میاد نه؟ با گریه گفتم به خدا من تقصیری ندارم. خودت هم که دیدی. داد زد خفه شو. اگه می‌خواستی میتونستی مخالفت کنی. تو از خدات بود زن من بشی. یه پسر پولدار خوشتیپ. از کجا گیر می‌آوردی؟ گفتم اولا که اونقدر پول دیدم که چشمم دنبال پولت نباشه. دوما تو از کجا میدونی من از قیافت خوشم اومده؟ در ضمن من هیچ وقت عشق اقدس رو ندزدیدم. تو اگه راست میگی خودت چرا هیچی نگفتی؟ چرا جلوی پدرتو نگرفتی؟ گفت چون اگه لام تا کام حرف میزدم از ارث محرومم میکرد. حلالت نمیکنم ازم. تا آخر عمرم عاشق اقدس میمونم. حسرت یه روز خوش با من تو دلت میمونه. اینا رو گفت و خواست بره که پشیمون شد و گفت تو خونه منی، فقط هم خونه منی. نه بهت دست میزنم نه باهات حرفی میزنم. هر کی هم دلش خواست مهمون بیاد چون هیچ کاری باهات ندارم. تو اسمت فقط تو شناسنامه منه وگرنه جایی تو قلب و جون من نداری. اینا رو گفت و منو با لباس عروسی که آرزون بود شوهرم از تنم در بیاره تنهام گذاشت. بهترین شب زندگیم شده بود کابوس. با همون افتادم روی تشک و تا جون داشتم آهسته اشک ریختم تا بالاخره از فرط چشم درد و خستگی خوابم برد. صبح کله سحر بیدار شدم و رفتم دیدم فرهاد نیست. رفته بود. حتی نخواسته بود با من صبحانه بخوره. لباس عروسو با 1000 مکافات از تنم کندم. لباس تو خونه‌ایامو پوشیدم. نشستم و بدون اینکه دست و رومو بشورم صبحانه‌ای با نون بیاض شده خوردم. گفتم ناهار درست کنم شاید دل فرهادو نرم کنم. قرمه سبزیام خوشمزه می‌شدن. بلند شدم و دست به کار شدم. فرهاد برای ناهار اومد خونه. من سفره رو هم چیده بودم. با خنده گفتم سلام خسته نباشی. دستتو بشور ناهار آماده است. روشو گرفت و گفت الان سعی می‌کنی با من حرف بزنی؟ من نه دستپختتو می‌خورم نه باهات حرفی دارم. خودم غذامو خوردم. وای چه دستپختی داره عشقم. عشقم رو جوری گفت که حرصمو دراره. یعنی اقدس براش غذا می‌برد. دستام به لرزیدن افتاد. ولی خودمو کنترل کردم. بالشتو برداشت و برد انداخت وسط حال تا بخوابه. رفتم بالا سرش ایستادم و با شک و تردید و مرمن گفتم چیزه. نگاش گرد شد و با دقت نگام میکرد. کمی مکث کردم که گفت حرفی نداری برو میخوام بخوابم. لبامو خیس کردم و ادامه دادم مادر شما چجوری میخوان مطمئن شن من دختر پاکیم؟ چشاشو بست و گفت برو به کارت برس. مهم نیست تو پاکی یا نه چون خودش میدونه تو زن من نیستی. این حرفش تیر خلاص رو به قلبم زد. من با بی‌محلی‌های فرهاد روز به روز عاشقش می‌شدم. نسبت به اقدس حس بدی پیدا کرده بودم. بالاخره فرهاد شوهر و محرم من بود و اقدس وسط این رابطه بود. هر روز رفتار فرهاد بدتر از روز قبل می‌شد. 2 ماه از با هم بودنمون گذشته بود. فرهاد کله سر از خونه بیرون می‌زد و شب از نیمه گذشته به خونه برمیگشت. همیشه تا خواب بودم میرفت و تا خواب بودم برمیگشت. به تنهایی عادت کرده بودم. حتی نمیتونستم به خونه پدریمم سر بزنم. چون اونجا جز پدر و برادرم کسی منتظر من نبود. پدرم هر روز با دست پر به دیدنم میومد و اون روز مثل همیشه به دیدن من اومده بود. در که زدن به خیال اینکه فرهاد پشت دره قلبم قفسه سینه‌مو پاره کرد. در رو باز کردم و با دیدن پدرم تمام حسم خوابید. ولی از دیدن پدرم خوشحال شدم. مثل همیشه دستش پر بود.
چند کیلو گوشت و مرغ و برنج و روغن و کلی چیز دیگه. گفتم آقا جون چرا اینقدر زحمت میکشید؟ خود فرهاد میخره. چه دروغ بزرگی گفته بودم. فرهاد از اول ازدواجمون یه تیکه نون واسه این خونه نخریده بود. پدرم گفت بابا جان فرهاد کجاست؟ گفتم سر کار آقا جون. گفت ولی تو بازار نبود. هر سری هم میام نیست. سر به زیر انداختم و گفتم زیاد پاپیچش نمیشم. لابد کار دیگه ای گرفته برای رونق زندگیمون. آقا جونم گفت اعظم بیا بشین کارت دارم. رفتم و نشستم. آقا جونم گفت بابا جان هنوز چشم فرهاد دنبال خواهرته؟ اشک چشام جلوی دیدم و گرفته بود، ولی خودم رو کنترل کردم. چیزی نگفتم که آقا جونم از سکوتم گفت ای وای بر من، کاش از همون اولش با ازدواج هیچ کدومتون با این پسر موافقت نمی‌کردم. میخوای طلاقتو بگیرم بابا؟ گفتم نه، من فرهادو دوست دارم. همینقدر که اسمش تو سجلدم بود کافی بود. پدرم سکوت کرد و گفت باشه من دخالت نمی‌کنم، ولی این زندگی ارزش نداره. من فکر می‌کردم فرهاد خوشبختت می‌کنه، ولی شرمنده‌ات شدم دخترم. با لحنی گرفته گفتم آقا جون از اول نباید منو وادار به ازدواج با خواستگار خواهرم می‌کردید که نتیجهش بشه این. الانم من وابسته فرهاد شدم و نمیتونم ازش جدا شم. من وابسته تک تک اجزای این خونم، پس ازم نخواین ازش جدا شم. پدرم گفت دخترم هر جور صلاحته، خودت تصمیم بگیر. نمیدونم چرا دلم به آینده روشن نیست. خواستم بگم کاش دلتون رو اولش روشن می‌کردین، نه الان که کار از کار گذشته. ولی چیزی نگفتم تا آقا جونم ناراحت نشه. آقا جونم بلند شد که بره. موقع رفتن گفت دخترم چرا نمیای خونه مادر و خواهر و برادرتو ببینی؟ لبخندی زدم و گفتم اونا منتظر من نیستن. شاپورم چند باری اومده دیدنم. پدرم دیگه چیزی نگفت و با دلی گرفته از خونم رفت. دوباره تنها شدم. چرا کسی نزدیک من نمیشد؟ چرا هیچکی منو نمیخواست؟ دلم کمی دوست داشته شدن میخواست، حتی به دروغ. دوباره تنها غذا خوردم. سر جام دراز کشیدم و خوابم نمیبرد. صدای در خبر از اومدن فرهاد میداد. در اتاق به آرامی باز شد و طبق عادت همیشه بالشت و برداشت و رفت جای دیگه بخوابه. از کنار من خوابیدن حالش به هم میخورد و من تشنه آغوش فرهادی بودم که عاشق خواهرم بود. گاهی آرزو میکردم من اقدس بودم. چند روزی گذشت و اون روز فرهاد زود به خونه برگشت. از تعجب نمیتونستم حرف بزنم نه سوالی بپرسم. با اخم دنبال لباس میگشت. پیراهنشو پرت کرد سمتم و گفت اینو اتو کن. شب مسئول بدبختیم دعوتم کرده خونه‌شون. با تعجب پرسیدم کی؟ گفت مسئول بدبختیم دیگه، پدرم. خودت هم آماده شو. دستور داده با همخونم بریم خونه‌شون. البته اون گفت با خانومت بیا. دیگه نمیدونه تو همخونه ای منی نه خانومم. همخونه رو جوری گفت که بهم بفهمونه من هیچگاه نمیتونم تو قلبش نفوذ کنم. لباسش آماده کردم و خودمم آماده شدم. اشکم داشت در می اومد. مطمئن بودم امشب خانواده پدریم هم دعوت بودن و من از بودن اقدس احساس خطر می کردم. بالاخره آماده شدیم و به سمت خونه پدر فرهاد که طبقه بالای خونه ما بود حرکت کردیم. خونه‌شون با خونه ما فاصله ای نداشت، ولی کسی به دیدن من نمی اومد. میدونستن پسرشون خونه پیدا نمیشه، اما باز جلوشو نمی گرفتن. انگار من محکوم شده بودم به زندگی اجباری توی اون خونه. وقتی رفتیم بالا هیچ کس منو تحویل نگرفت جز پدر فرهاد. درو که زدیم مادر فرهاد با عجله درو باز کرد و دهنمو باز کردم با لبخند سلام کنم که دوید سمت آشپزخونه و گفت ای وای دیر شد، الان اقدس جون و توباجو میرسن. میدونستم عمدن داره این کارا رو میکنه. حتی جواب سلامم هم نداد. با دلی شکسته رفتیم داخل خونه. پدر فرهاد منو در آغوشش کشید و سرمو بوسید. هنوز جا نگرفته بودیم که در زده شد. قلبم به تپش افتاد و منتظر عکس‌العمل خانواده فرهاد با اقدس بودم. اول از همه پدرم داخل شد و باهاش روبوسی کردم، ولی پشت سرش مادرم با اقدس و شاپور داخل اومدن. شاپورم کنارم اومد و دستم آروم فشار داد و پشتمو نوازش کرد. انگار میدونست تو دلم چی میگذره. مادر فرهاد اقدس و صف بغل کرده بود و قربون صدقش میرفت. مادرم هم با مادر فرهاد خوشو بش کردن و سمت ما اومدن. مادرم نگاهی به من کرد و گفت تو خوبی؟ یه سر به مادرت نزنی یه وقت. سر به زیر انداختم و چیزی نگفتم. اقدس ازم رو گرفت و رفت داخل اتاق تا لباسشو عوض کنه. چشم گردوندم و فرهادو ندیدم. انگار فرهادم داخل همون اتاق بود. دلم ریخت. دو دل بودم که برم ببینم اونجاست یا نه. دل به دریا زدم و بلند شدم و به سمت اتاق قدم برداشتم. مادر فرهاد متوجه شد و صدام زد عروس نمیخوای بیای کمک؟ گفتم چشم، لباسامو عوض کنم میام.
مادر فرهاد گفت برو زود عوض کن و بیا. رفتم پشت در اتاق که رسیدم صدای آروم گریه اقدس به گوشم خورد. فرهاد چطوری میتونی با اعظم توی خونه باشی؟ فرهادم با آرامش جواب میداد عزیزکم تو گریه میکنی به خدا حالم خراب میشه. کاری میکنی بزنم این دختره رو بکشم از دستش راحت شم. گریه اقدس شدت گرفت. فرهاد من هر شب به یاد تو اشک میریزم تا خود صبح. فرهادم گفت مگه من راحتم؟ فکر کردی من زندگیم گل و بلبله؟ بذار یه مدت بگذره میگم بچهش نمیشه طلاقش میدم میام سراغ تو. اقدسم قلب من فقط برای تو میتپه. کاش فرهاد نصف این حرفا رو به من میزد. صداشون قطع شد و در باز شد. با اقدس چشم تو چشم شدیم. اقدس لباش رو رویم فشار داد و گفت فالگوش وای میسی؟ گفتم با شوهر من تو اتاق چی کار داشتی؟ اقدس دندوناش رو هم فشار داد و به جاش فرهاد جواب داد شوهرم نکن. تو زن من نیستی. جوگیر نشو برو بشین سر جات. هر دو به سمت سالن حرکت کردن و من موندم و یه دنیا حسرت. سر شام فرهاد فقط به اقدس خدمت میکرد. پدرم فقط چشمش به فرهاد و اقدس بود و از ناراحتی غذا هم نخورد. بعد از شام همه آماده رفتن شدن. من و فرهادم به طبقه پایین رفتیم. فرهاد سیگار پشت سیگار دود میکرد. حالم داشت بد میشد. تمام پنجره‌ها رو باز کرده بودم. فرهاد شیشه نوشیدنی سر میکشید و من میترسیدم از چشمای سرخش. دیوانه شده بود و تلو تلو میخورد. به طرفم اومد و با حالتی ترسناک دهنشو پاک کرد و از موام گرفت. منو چسبون به دیوار و گفت تو اعظمی؟ همون که عشقمو دزدید؟ نفسم بند اومده بود. با حالت مستی ادامه داد نه تو اقدسی، تو عشق مقدس منی. میخواست ببوستم که گفتم تو مستی به خودت بیا، ولی حالش خرابتر از اونی بود که حرفای منو بشنوه. اون شب فرهاد منو به چشم اقدس دید و شبی رو که آرزو داشتم با خودم بگذرونه با چهره و اسم اقدس گذرون. اون شب بدترین شب زندگیم بود. مرد مستی که وقتی میفهمید من اعظمم بدنمو کبود و زخمی میکرد، ولی وقتی توهم میزد من اقدسم جور دیگه ای با من برخورد میکرد. گریه امونمو بریده بود. نفسم بالا نمیومد. اونقدر گریه کرده بودم که صدام گرفته بود. فرهاد تو همون حالت خوابش برد. نمیدونم کی خوابم برده بود که با ترسیدن فردی کنارم از خواب بیدار شدم. فرهاد با وحشت اطرافو نگاه میکرد و میگفت اینجا چه خبره؟ نه امکان نداره. من نباید به تو دست میزدم. میزد تو سرشو که مونده بود گریه کنه. حمله کرد سمتم و گلومو فشار داد. بهم گفت تو گولم زدی آره؟ روباه مکار. من نباید به تو دست میزدم. من به اقدس قول داده بودم اگه به فهم فراموشم میکنه. لعنتی. خودشو میزد و به من بد و بیرا میگفت. اونقدر گریه کرد و خودشو به در و دیوار زد که ازش ترسیده بودم. اومد سمتم و محکم زد توی گوشم و گفت وای به حالت اگه حامله باشی و به من نگی. زنده زنده خاکت میکنم. آب دهنم و قورت دادم و هیچی نگفتم. سری لباسشو عوض کرد و دوید رفت بیرون. شب دیر وقت بود که برگشت. چند روز از ماجرای اون شب گذشته بود که پدر فرهاد یه سری به ما زد. پدر فرهاد چون خبر داشت فرهاد دیر وقت خونه میاد، همون موقع که فرهاد سر رسید پدرش هم به خونمون اومد. براش چایی دم کردم و با کیک بردم. هر دوی ما رو دعوت به نشستن کرد و شروع به حرف زدن کرد. بهمون گفت خب فرهاد جان، اعظم جان، ما منتظر نوه‌ایم. الان چند ماه عروسی کردید خبری نیست. سرمو زیر انداختم و هیچی نگفتم. که ادامه داد خجالت نکش دخترم. منم مثل پدرتم. من نوه میخوام. یعنی هر کی منو تو بازار میبینه با تمسخر میگه پسرت بیریش است. خوب نیست این حرفا رو بشنوم. پس زودتر بهتره به فکر بچه باشید تا بیشتر از این آبرومون نرفته. من سکوت کرده بودم که فرهاد گفت راستش حاج بابا ما خیلی تلاش کردیم ولی آب دهنشو قورت داد و نگاه من کرد. حاج بابا گفت ولی چی پسرم؟ فرهاد با نگاه به من ادامه داد اعظم اجاقش کوره. از این حرف فرهاد دلم آتیش گرفت. علاوه بر اینکه دوستم نداشت و زندگیمو زهر کرده بود، یه برچسبم چسبون بهم و پیش حاجی خرابم کرد. حاجی گفت چطور ممکنه؟ امکان نداره. فرهاد سر به زیر انداخت و قیافه مظلوم به خودش گرفت و گفت بله آقا جون، اعظم بچه دار نمیشه. آقا جون حوفی کشید و گفت چی بگم؟ چی کار کنم؟ ما آرزومون دیدن نوه عزیزمونه، ولی حتما خواست خدا اینه که شما بچه نداشته باشید یا یه وقت دیگه ای بهتون بچه بده. فرهاد گفت فکر نکنم دیگه بچه دار بشیم. کاملا معلومه اعظم مشکل داره. حاجی جواب داد رو دختر مردم عیب نذار. من مطمئنم حکمتی توشه. چایشو یه نفس سر کشید و یه تیکه از کیک رو داخل دهنش انداخت و گفت حرفامو فراموش کنید.
به خوشبختیتون ادامه بدید. و بلند شد و رفت. بعد از رفتن حاجی رو به فرهاد گفتم چرا دروغ گفتی؟ متعجب نگام کرد و گفت انتظار نداشتی که بگم چشم دوقلو براتون میاریم؟ آره براشون دوقلو میارم، اما نه با تو. مادر بچه‌های من تو نیستی. بی خودی دلتو خوش نکن. جلوشو سد کردم و گفتم مگه من چیم از اقدس کمتره؟ زد زیر خنده و گفت بیا برو کنار، بذار برم بخوابم. خودشو با اقدس من مقایسه میکنه. زدم زیر گریه. گفتم آره اقدس خوشگله، ولی من بیشتر از اقدس عاشقتم. با تعجب تو هم با عصبانیت نگام کرد و دندوناشو رو هم فشار داد و گفت تو حق نداری عاشق من باشی. اعتراف سختی کرده بودم. خودمو زیر پا گذاشته بودم. خورد شده بودم ولی سبک شدم. اون شب تا خود صبح نخوابیدم و به بچه فرهادی فکر میکردم که اگه تو وجودم بزرگش میکردم چقدر خوشبخت میشدم. اگه باردار میشدم حتما اقدس دست از سر زندگیم برمیداشت. ولی افسوس که فرهاد ذره‌ای دلش نمیخواست من مادر بچه‌هاش باشم و فقط اقدس و مادر بچه‌هاش میدونست. روزا گذشت و من احساس پوچی میکردم. انگار بیش از پیش افسرده شده بودم. گوشه‌گیر شده بودم و زیاد با کسی حرف نمیزدم. روزی نبود که فرهاد بیاد و با من غذا بخوره. اصلا فرهاد دستپخت منو نخورده بود. اون روزا اونقدر درگیر بودم و ذهنم مشغول بود که هیچی رو به یاد نمی آوردم. یه روز بعد از ماه‌ها مادرم منو فرهاد به خونه‌شون دعوت کرده بود. از قضا دختر خالم که تازه ازدواج کرده بودم اومده بود. دختر خوب و خونگرمی بود و خیلی با هم صمیمی بودیم. مشغول صحبت با هم بودیم که گفت راستش ازم من چند وقتی عقب انداختم. احساس میکنم باردارم. فردا میرم آزمایش، خیلی اضطراب دارم. گفتم وای راست میگی؟ ایشالله که خیره و اون چی که میخوای سر راهت قرار بگیره. خندید و گفت خیلی دلم میخواد مجتبی شوهرمو غافلگیر کنم. میدونم خیلی خوشحال میشه. راستی آقا فرهاد بچه نمیخواد؟ آخه شما چندی ماه ازدواج کردین. چیزی نگفتم و به لبخندی اکتفا کردم. اقدس چای تعارف میکرد که لحظه‌ای حرف دختر خالم توی ذهنم جرقه زد. چند روزی از وقتم گذشته. وای منم چند روز که سهله، حدود 1 ماه از وقتم گذشته بود و من بیخبر داشتم زندگی میکردم. اونقدر ذهنم درگیر بود که به هیچی فکر نمیکردم. یه لحظه از یادآوری اینکه باردار باشم دلم قنج رفت و ناخودآگاه لبخندی روی لبم نقش بست. همون لحظه متوجه نگاه گیرای فرهاد و اقدس به هم شدم. ولی دعا کردم حامله باشم تا اقدس از زندگیم بره بیرون. تو همون حین مادرم که عادت داشت عود دود میکرد بازم این کارو کرد و من با بوی عود چند مرتبه عق زدم و بار چندم به سمت توالت داخل حیاط فرار کردم. به شدت بالا می آوردم و نفسم بند اومده بود. هیچکی جز پدرم دنبالم نیومده بود. اطرافمو نگاه کردم که 2 چشم سوالی از پشت پنجره به من زل زده بود. اون چشم متعلق به اقدس بود و مطمئن بودم که بهم شک کرده. پدرم دست به پشتم زد و گفت خوبی دخترم؟ چی شدی؟ و گفتم نمیدونم، لابد مسموم شدم. پدرم هم قبول کرد و رفتیم داخل خونه. اقدس جلوی جمع با هر و کرکر گفت مجبوری مگه هی بلنبونی؟ کم بخور حالت بد نشه. خیلی خجالت کشیدم ولی جوابشو ندادم. چون مطمئن بودم باردارم سکوت کرده بودم. روزای پیروزی من بود. اون بچه عامل خوشبختی من میشد. چقدر خام بودم که نمیدونستم چه بلاهایی قراره سر بچه‌م بیاد. از اون مهمونی که به خونه برگشتیم فرهاد سوالی نگام میکرد. بهم گفت چت بود امشب؟ گفتم هیچی، چرا میپرسی؟ یه تای ابروشو بالا داد و گفت خودت میدونی که چرا میپرسم. ازم وای به حالت حامله باشی و ازم مخفی کنی. دهنمو کج کردم و با جدیت گفتم برو بابا تو هم. حامله باشم چجوری مخفی کنم؟ مگه شکممو میخوام قایم کنم؟ چیزی نگفت و با حرص رفت و یه گوشه دراز کشید و سایدش روی چشمش گذاشت. منم به شدت خوابم میومد. رفتم و سر روی بالش نذاشته خوابم برد. اونقدر عمیق خوابیده بودم که نفهمیدم کی ظهر شده و با حالت گرسنگی از خواب بیدار شدم. سمت یخچال رفتم و تخم مرغی برداشتم تا با کره نیمرو کنم. ولی به محض اینکه بوی نیمرو بهم خورد، همونجا وسط آشپزخونه با معده خالی زرداب بالا آوردم. هیچکی خونه نبود و خودم اونجا رو تمیز کردم. دستم روی شکمم گذاشتم و گفتم نمیدونم دختر یا پسر، ولی هرچی هستی همدم مادرت باش که خیلی تنهاست. عروسکم برای مامان دعا کن. من بدون هیچ آزمایشی به باردار بودنم پی برده بودم. یه روز بی خبر از همه جا خانواده پدریم برای شام از طرف فرهاد به خونمون دعوت شده بودن. من اصلا نای غذا درست کردن نداشتم، ولی نمیخواستم کاری کنم فرهاد شک کنه. برای همین 2 مدل خورش گذاشتم، قرمه سبزی و مرغ. سبزی پاک کردم و دوغا رو آماده گذاشتم.
وقت اومدنشون بود. فرهاد بی دلیل خوشحال بود. بالاخره اومدن. سلام و احوالپرسی گرمی با فرهاد شد، ولی به محض رسیدن به من مادرم با دیدنم گفت اعظم خبریه؟ با رنگ پریده در حالی که نگام بین مادرم و فرهاد در گردش بود گفتم چه خبری؟ دست به شکمم زد و گفت شکم در آوردی؟ چشمات گود رفته. من خودم 3 شکم زاییدم ها. دقیقا عین خودت شده بودم. احساس کردم قیافه اقدس برزخی شده و به زور نفس میکشه. جواب مادرم رو ندادم و رفتم تا غذا رو آماده کنم. مادرم دوباره گفت دختر چرا جواب نمیدی؟ بگو اگه خبریه ببریم دکتر. اینجوری از بین میرید هر دوتاتون. خواستم بگم مهم شدم؟ از بین رفتن من براتون مهم شده؟ چه عجب. ولی چیزی نگفتم و در مقابل نگاه نگران اقدس و فرهاد گفتم نگران نباشید، خبری نیست. اقدس باز نگران بود، ولی فرهاد نفس آسوده‌ای کشید. حدس می‌زدم اقدس شک به رابطه ما برده باشه. برای همین از حرص فقط ناخن می‌جوید. رفتم داخل اتاق تا برای پدرم بالش بیارم بذاره پشت کمرش. متوجه بسته شدن در شدم. صدای اقدس منو به خودم آورد. بهم گفت حامله‌ای؟ آره. نگاهش کردم که انگشت اشاره‌شو به معنای سکوت بالا آورد و گفت هیچی نگو، که میدونم با هم بودیم. حامله بودن و نبودنت برام فرقی نداره. همین که فهمیدم با هم بودین برام گرون بود. گفتم فرهاد شوهر منه. انتظار نداری که بشینه نگام کنه. اقدس دندوناشو رو هم فشار داد و گفت شوهری که هیچ علاقه‌ای بهت نداره به چه دردت میخوره؟ با هم بد کردی خواهرم، بد کردی. فرهاد عشق من بود، منم عشق اون، ولی تو بینمون قرار گرفتی. تو میتونستی با کسی ازدواج کنی که خوشبخت بشی. با این کارت هم من بدبخت شدم هم خودت. اشک چشم اقدس چکید و گفت دعا میکنم بچت دختر بشه تا تقاصا کاری که با من کردی رو پس بده. دعا میکنم دخترت جوری عذاب بکشه که روزی 1000 بار ازم حلالیت بخوای. بازم چیزی نگفتم. خودمو مقصر نمیدونستم و فکر میکردم پدرم صلاح ما را اینجوری تشخیص داده که من زن فرهاد بشم بهتره تا اقدس. دیگه نمیدونستم چه آتیشی انداختم تو این زندگی و آیندم. اون شب نگاه فرهاد به من مرموز و پر از سوال بود. بعد از رفتن خانواده‌ام فرهاد دست به سینه دم در ایستاد و گفت حامله‌ای؟ سر به زیر انداختم که جلو اومد و با حرص از چونم گرفت و زل زد توی چشمام. داد زد. گفتم حامله‌ای؟ از ترس به خودم لرزیدم. جواب دادم به خدا تازه فهمیدم. فرهاد زد تو صورتم و هلم داد عقب. باید همین فردا سقطش کنی. گریه کردم و دستم روی شکمم گذاشتم. نه، من نمیکشمش. اون همدم منه. من دوستش دارم. تو رو خدا اینو ازم نخواه. زد توی سر خودش و داد زد لعنت به من. چرا جلوی خودمو نگرفتم؟ چرا خودمو کنترل نکردم؟ خودشو میزد و پشتم به خودش سیلی میزد. رفتم تا دستشو بگیرم که مشت محکمی زد زیر دلم. از درد به خودم پیچیدم و نفسم بند اومد. وقتی منو توی اون حال دید لبخندی زد و گفت خدا کنه بیفته. خدایا خواهش میکنم بیفته. از رفتاراش عذاب میکشیدم. دردمونمو بریده بود و توی دلم دعا میکردم اتفاقی برای بچم نیفته. اونقدر دردم زیاد بود که بریده بهش گفتم منو ببر درمونگاه. با پوزخند گفت ببرمت درمونگاه؟ مگه مغز خر خوردم؟ تازه دارم از دست حیلت راحت میشم. گفتم دارم میمیرم. هیچی نگفت و رفت داخل اتاق دراز کشید. توی همون حالت موندم و نمیدونم چقدر درد کشیده بودم که از شدتش بیهوش شده بودم. صبح با دردی که توی گردنم پیچید بیدار شدم و خودمو توی همون وضعیت دیشب دیدم. حالم بهتر شده بود و فقط نگران بچه‌م بودم. فرهاد رفته بود و منم که حالم خوب شده بود تصمیم گرفتم درمونگاه برم تا از سلامت بچه مطمئن شم. وقتی رفتم درمونگاه و بعد از معاینات بهم اطمینان دادن بچه سالمه و جاش سفته خیالم راحت شد. سالم بودن بچه رو خواست خدا دونستم که حتما وجود من و فرهاد برای هم لازمه، وگرنه بچه از بین میرفت. فردای اون روز فرهاد که من رو با این حال خوب دید گفت فردا آماده باش میبرمت جایی. ترس افتاد به جونم و گفتم کجا؟ گفت میبرمت بچه رو بندازی. دوباره دست و پاهم شل شدن و وجودم یخ زد. گفتم تو رو خدا فرهاد اصلا طلاقم بده ولی بچه‌مو ازم نگیر، تو رو خدا. فرهاد داد زد برو گم شو. اگه عقص بفهمه من بهت نزدیک شدم دیگه قبولم نمیکنه. اگه پدرم بفهمه تو حامله‌ای دیگه نمیذاره طلاقت بدم. من باید به بهانه اجاق کور بودن طلاقت بدم. بفهم. افتادم رو زمین و گریه کردم. کاش به حرف پدرم گوش میدادم و قبل از اینکه حامله بشم طلاق میگرفتم.
من به وجود بچه عادت کرده بودم و هرگز نمیتونستم قبول کنم که من خالی شه. فرهاد گفت فردا آماده شدی که بهتر، نشدی خودم بچه رو میکشم. حالا ببین کدوم بهتره. تنها راهم فرار بود، ولی به کجا؟ من کجا رو داشتم که فرار کنم؟ شب خوابم نمیبرد و پهلو به پهلو میشدم، ولی تصمیم گرفتم قبل از اومدن فرهاد به خونه فرار کنم و برم شهر دیگه. ولی کجا؟ 2 ساعت دیگه فرهاد میرسید. تند و سریع وسایل لازم رو برداشتم و خودم رو به ترمینال شهر رسوندم. تصمیم داشتم برم خونه عمم که تو شمال کشور زندگی میکرد. وقتی بچم به دنیا اومد برگردم. خدا رو شکر دیر نشده بود و تندی سوار مینیبوس شدم و باهاش به شمال کشور که فاصله چندانی با شهر ما نداشت رفتم. دلم گریه میخواست. من جز این بچه چیزی برای از دست دادن نداشتم. حالم خراب بود و کل مسیر رو گریه کردم. وقتی رسیدم مستقیم ماشین گرفتم و رفتم در خونه عمه پیرم. در زدم و عمه در رو باز کرد. با دیدن من عینک ته استکانیش رو روی چشماش جابجا کرد و با تعجب گفت اعظم؟ بغلش کردم و گفتم آره عمه جون خودمم. عمه بغلم کرد و کلی بوسم کرد. گفتم عمه جون اجازه میدید چند ماه اینجا بمونم؟ عمه اخماش تو هم رفت و گفت درسته اینجا خونه خودته، ولی چرا بدون شوهرت میخوای چند ماه بمونی؟ گفتم بذارید بیام تو براتون توضیح میدم. رفتم داخل و عمه خواست برام سیب و چایی بیاره که مانع شدم و گفتم بیا بشین عمه جون دلم پره، شاید کمی سبکش کنم. عمه با نگرانی نشست و گفت چیزی شده دخترم؟ چرا پریشونی؟ چشات غم داره؟ تنها کسی که غم چشمامو دید عمه بود. اشک چشمام روونه شدن و عمه بیشتر نگرانم شد. تمام اتفاقاتو برای عمه توضیح دادم. عمه بعد از که به حرفام گوش کرد گفت اعظم دخترم چرا به عباس و فرهاد حق نمیدی؟ با حسرت گفتم عمه منم حق زندگی دارم. پدرم تشخیص داد من برای این ازدواج مناسب ترم تا عقدس. عمه آهی کشید و گفت من درد عشق و هجرانو کشیدم. کاری که دوست و رفیق صمیمیم با من کرد تو با خواهرت نکن. با اشک و ناله گفتم عمه دوستتون وارد زندگی شما شده، ولی من ناخواسته وارد رابطه‌ای شدم که خواهرم باید صاحبش میشد. عمه آهی کشید و گفت آه عقدس دامن بچه‌تو نگیره یه وقت. دخترم مواظب باش، خدا طرفدار حقه. اگه عقدس حق باشه بدون یه روز به عمرت هم باشه عقدس صاحب خونه و زندگی تو میشه. عمه تو دلمو خالی کرد، ولی باز هم حاضر به سخت بچه‌ای نبودم که بعدها خودم و مقصر بدبخت شدنش میدونستم. عمه بدون اینکه ازم بخواد بچه رو از بین ببرم دوباره لبخند رو مهمونه لبای قشنگش کرد و گفت برم برات غذا درست کنم. الان 2 نفرید، باید تقویت بشی. دستپخت عمه عجیب خوشمزه بود. عمه مهربونی که مادرم چندین سال بود باهاش ارتباطی نداشت، چون کسی که شوهر عمه‌مو از چنگش درآورده بود خاله من بود. خواهر عزیزتر از جون مادرم، دوست صمیمی و از جان عزیزتر عمه‌م. 2 روز از موندنم توی اون خونه میگذشت که عمه گفت اعظم جان پدر و مادرت نگران میشن، خبر بهشون نمیدی؟ با ترس گفتم عمه تو رو خدا نکنید این کارو، نباید بفهمن تا به دنیا اومدن بچه‌م. عمه پوفی کشید و ساکت شد. میدونستم الان پدرم خیلی نگرانمه، ولی از حال فرهاد بیخبر بودم. مادرم و عقدس هم که تکلیفشون مشخص بود. من تصمیم خودم رو گرفته بودم. نباید خودم رو نشون میدادم. به هر قیمتی شده این بچه باید به دنیا میومد. حال خوشی نداشتم. دلم مادری مهربون و دلسوز میخواست که برام آش و دلمه رو درست کنه. خجالت میکشیدم به عمه بگم، ولی خودش اونقدر فهم داشت که نگفته حالمو میفهمید. روزا میگذشت و من از حال خانواده‌ام بیخبر بودم. شکمم هر روز بزرگتر میشد و من سنگین وزن‌تر میشدم. به روزای پایانی بارداریم نزدیک میشدم. هرچی بیشتر میگذشت و به زایمانم نزدیک میشد، ترس و اضطرابم بیشتر میشد. بالاخره اون روز رسید. آخر هفته ماه پایانی تابستان سال 1347 بود که ساعت 3 شب تمام تنم درد گرفت. استخونای تنم صدا میداد. انگار دونه دونه استخونامو میشکوندن. احساس کردم تمام تنم یخ کرده و زیر دلم منقبض شده. نمیخواستم صدامو بلند کنم تا مبادا عمه بیدار نشه. ولی ناخودآگاه صدام بلند شد و عمه سریع از جاش بلند شد. به قدری درد داشتم که نمیتونستم حرف بزنم. ولی عمه با دستای چروکیده‌اش صورتمو باز کرد و خودش بلد بود بچه به دنیا بیاره. بیرون رفت و تشت آب و گرم و به همراه چند تا دستمال تمیز آورد داخل و کنار دستش گذاشت. راستش خجالت میکشیدم عمه بچه‌مو دنیا بیاره، اما چاره‌ای نبود. اینقدر جیغ زدم و به خودم فشار آوردم که عمه گفت
ازم بیشتر داره خفه میشه، تلاشتو بکن. آخر سر تمام زورم رو زدم و با گریه بچه بیحال روی بالش افتادم و به سقف زل زدم. دیگه درد نداشتم. لحظه ای فکر کردم بچه‌م مرده که صدایی ازش نمیاد. اما بعدش وقتی عمه گفت به به دختر سفید و خوشگل خوش اومدی، فهمیدم بچه‌م دختره. یاد حرفای اقدس افتادم. نکنه دخترم تقاص پس بده. اون که گناهی نداشت. مطمئن بودم اقدسم با دیدن دخترم نظرش عوض میشه و عاشقش میشه. تو همین فکر بودم که عمه بچه رو دورپیچ کرده و تحویلم داد و گفت مامان کوچولو دختر نازم گشنشه، شیرش بده. وقتی بچه‌مو گرفتم توی یه لحظه دیدمش، تمام اجزای صورت اقدس برام زنده شد. دخترم دقیقاً مشابه اقدس بود. شباهت در این حد غیر ممکن بود. با اینکه هنوز تو شوک بودم ولی تصمیم گرفتم بهش فکر نکنم. اسم دخترمو حوریه گذاشتم چون مثل حوری سفید و زیبا بود. توی اوضاع شده بودم سربار عمه‌ای که مادرم همیشه یقین داشت من شبیهشم، حالا که دقت می‌کردم زشتم نبود. ولی از بس از کودکی سرکوفت زشت بودنم و خورده بودم، احساس می‌کردم زشت‌ترین دختر زمینم. عمه به تنهایی ازم پرستاری کرد تا بچه از آب و گل در اومد. خودم که حالم بهتر شد عمه گفت دخترم بهتره که دیگه بری. استرس تمام جونمو گرفت. کاش میشد تا آخر عمرم پیش عمه میموندم. بالاخره بعد از 40 روز اصرار عمه و خواستن خودم راهی شهرمون شدم. دلم برای عمه تنگ میشد. چقدر بی‌مهریایی که ندیده بودم اینجا جبران شده بود. چقدر عمه برام از عشق قدیمی و از دست دادنش گفته بود. چقدر پای من اشک ریخت و مادر دومی برای بچه‌م بود. تمام طول مسیر به رفتار خانواده‌ام فکر می‌کردم و اینکه قراره چه رفتاری با من داشته باشن. نفهمیدم چه موقع رسیدیم و مینیبوس نگه داشت. پیاده شدیم و مستقیم به خونه خودم رفتم. هنوز سر کوچه بودم و حوریه رو به توی بغلم گرفته بودم که ماشین فرهاد رو از دور دم خونه پارک دیدم. خواستم به سمت خونه قدم بردارم که اقبس و فرهاد دست تو دست و خندون از خونه خارج شدن. سوار ماشین فرهاد شدن و به سمت خروجی کوچه اومدم. سری رومو برگردوندم اما با حلقه‌ای که توی دست اقبس به چشمم خورد دلم ریخت. با اولین تاکسی که گرفتم سمت خونه پدرم حرکت کردم. درو که زدم مثل همیشه پدرم درو باز کرد. به محض دیدن من با تعجب نگام کرد. سکوت سنگینی بین ما برقرار بود. با اخم و سوال نگاه می‌کرد. نمیتونستم چیزی بگم که خواست در رو به روم ببنده. مانعش شدم و با التماس که توی صدام موج میزد گفتم آقا جون. پدرم کمی مکث کرد و بعد گفت برو همون گوری که بودی. گفتم آقا جون به خدا توضیح میدم. آقا جونم داد زد چیه توضیح میدی؟ تمام آبرومو بردی. این بچه مال کیه هان؟ از توی همون آشغالدونی پیداش کردی؟ آره. اقدس لایق فرهاد بود. با اشک و ناله گفتم اقدس کجاست؟ پدرم شونه‌ای بالا انداخت و گفت خونه شوهرش. با تعجب گفتم ولی من با فرهاد دیدمش. پدرم شونه بالا انداخت و گفت خودم بهش کمک کردم قیابی طلاقت بده. دختری که بی اطلاع غیبش میزنه گم شدنش بهتر از اومدنشه. درو باز نگه داشت و گفت باز چیه؟ گفتم آقا جون توضیح میدم، به خدا من مقصر نیستم. پوزخندی زد و گفت اگه مقصر نبودی نمیذاشتی بری. حالا میفهمم چرا فرهاد ولت کرده بود و باهات خوب نبود. دلم از حرف آقا جونم شکست. با اشکی که صورتمو خیس کرده بود و جلوی دیدم تار بود گفتم بذارین بیام تو توضیح بدم بعد برم. کنار رفت و من داخل شدم. پشتش به من بود که گفت میشنوم بگو و زود برو. همه چی بهش توضیح دادم. بهش گفتم که حامله بودم و به خاطر تهدیدهای فرهاد فرار کردم. اما انگار که باورش نشده باشه پوزخندی زد و گفت تو راست میگی. گفتم آقا جون عمه ثریا شاهده. تا اسم عمه اومد مادرم دوان اومد داخل حیاط و گفت اسم اون افریته رو توی خونه من نیار. اصلا تو برای چی برگشتی هان؟ گفتم تو مثلا مادری؟ تو اصلا دلت برای بچت تنگ نمیشه؟ مادر منم بچتم. تنها اقدس بچت نیست. شاپورم بچته. در که باز بود شاپور اومد داخل و با دیدن من لبخند گل و گشادی زد و گفت اومدی خواهرم خوش اومدی. خواست بیاد طرف بچم که آقا جونم مانع شد. تا معلوم نشه این بچه مالکیه بهش دست نمیزنی. شاپور عقب گرد کرد و با تعجب نگاهش بین من و آقا جونم در گردش بود. آقا جون عیبه به دخترتون تهمت نزنید. مادرم با عصبانیت گفت چی عیبه ها؟ چی عیبه؟ این دختر معلوم نبود کدوم گوری رفته بود.
با گریه گفتم آقا جون چطور تونستی طلاق غیابی منو از فرهاد بگیری؟ چطور دلت اومد؟ آقا جونم گفت چون تو معلوم نبود مردی یا زنده‌ای. فرهاد به راحتی آب خوردن تونست طلاقت بده. گفتم پس اقدسو چرا به عقدش درآوردی؟ مادرم جواب داد ما نمیدونستیم مردی یا کجایی. برای همون اقدس با فرهاد عقد کرد. اعظم لطفا مزاحم زندگیشون نشو. داشتم از ناراحتی زیاد میترکیدم. من به هیچ عنوان دیگه نمیتونستم توی این خونه بمونم. فقط برای یک بار هم شده باید فرهادو میدیدم. بی سر و صدا از در خونه بیرون زدم. کسی برای نگه داشتنم هم تلاش نکرد. رفتم و رسیدم در خونه فرهاد. ماشین دم در نبود. معلوم بود هنوز برنگشتن خونه. جلوی در خونش نشستم تا بیاد. به محض پیچیدن ماشین داخل کوچه بلند شدم و ایستادم. توی ماشین دیدمشون که با هم میخندیدن و شاد بودن. یهو چشمشون به من افتاد. هر دو تعجب زده نگام کردن. من به اونا به من. بعد از چند دقیقه فرهاد پیاده شد و گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ با لبخند به دخترم اشاره کردم و گفتم نمیخوای ببینیش؟ با دست بهم اشاره کرد برو کنار میخوام ماشینو ببرم داخل حیاط. گفتم فرهاد دخترته بیا ببینش. فرهاد گفت هر کی که هست باشه برام مهم نیست. اقدس از داخل ماشین نگاه میکرد که پیاده شد و گفت بازم تو اومدی که؟ گفتم ببین دخترم چقدر شبیه توه. به خالش رفته. اومد یه نگاهی به دخترم انداخت و گفت خب مبارکته. حالا باباش کو؟ و اطرافو نگاه میکرد. با بغض گفتم باباش الان کنار توه. اقدس حوفی کشید و تقریبا هلم داد عقب. صدا زد فرهاد جان عزیزم بیا بریم تو من خستم. اینم بفرست بره رد کارش. بدون اینکه حرفی بزنم و آخرین نگاه هم به فرهادی که نگاهش به دخترم ثابت بود رفتم. ولی کجا رو داشتم که برم؟ نمیدونستم کجا برم. جایی رو نداشتم. رفتم کنار خیابون جلوی مغازه نشستم. چشمم خورد به آگهی که با دستخط بد روی در شیشه مغازه‌ای چسبونده شده بود. کارگری در مغازه با جای خواب. رفتم داخل مغازه و با صاحب مغازه که پیرمردی مهربون به نظر می‌رسید صحبت کردم. بچه رو که بغلم دید بهم شک کرد و استغفرالله زیر لب گفت و بعد بهم گفت دخترم بهتره به خانواده‌ات بگی جای امن‌تری بهت میدن. از اینکه مردم در موردم فکر بد می‌کردن حالم بد می‌شد. از خودم متنفر می‌شدم. رو به صاحب مغازه گفتم نه حاج آقا من دامنم پاکه. فقط بدشانس بودم. شوهرم ولم کرده. تو رو خدا بذار مغازه‌تو تمیز کنم. فقط بهم جای خواب بدی بزرگی کردی. پیرمرد چونشو خاروند و گفت باشه دخترم توکل به خدا. به قیافت نمیاد بد باشی. از فردا توی همین مغازه کار میکنی. هر روز شیشه‌های پپسی رو پاک میکنی و در مغازه رو تمیز میکنی و آب و جارو میکنی. خوشحال شده بودم که بهم اعتماد کرده. گفتم اجازه بدین از امشب اینجا بخوابم. با بچه کوچیک جایی ندارم برم. قبول کرد و گوشه مغازه دخمه کوچیکی بود که من اونجا رفتم تا بخوابم. پیرمرد خوبی بود. هر روز حتی بهم آب و غذا هم میداد. راحت میتونستم بچه‌مو نگه دارم و به کارا برسم. هنوز یه هفته از بودنم توی اون مغازه نگذشته بود که سر صبح داخل اتاقم بودم و برای کار آماده میشدم که با صدای آشنا سر جام خشکم زد. منتظر موندم که بره ولی صاحب مغازه که پیر بابا صداش میکردم صدام زد اعظم جان بابا بیا من دستم بنده ببین آقا چی میخوان راشون بنداز. ای به خشکی شانس الان باید دستت بند میبود. چاره نداشتم. دخترم رو که خواب رفته بود داخل اتاق رها کردم و خودم بیرون رفتم. پاهام به وضوح شروع به لرزیدن کرده بود. سعی داشتم منو نبینه. خودمو از دیدش مخفی میکردم یا سرمو زیر میگرفتم یا طرف مخالف رو نگاه میکردم که یه آن متوجه دستی رو شونم شدم. اعظم نمیتونستم برگردم و نگاش کنم. ترس داشتم. نمیدونم چرا میترسیدم ولی ترس داشتم. بالاخره مجبور شدم بعد از اندکی صبر برگردم و با پدرم که توی چشمام زل زده بود و ماتش برده بود چشم تو چشم بشم. خواستم برم که دستمو گرفت و گفت اینجا چی کار میکنی بابا؟ پیر بابا با تعجب نگاه میکرد. اونقدر مرد عاقلی بود که هیچی نپرسید و با بهونه‌ای از مغازه خارج شد. گفتم کاری نمیکنم. دارم خرج خودم و دخترمو در میارم. پدرم که متوجه حلقه اشک توی چشمش شده بودم گفت کجا میمونی؟ اتاقمو نشونش دادم و گفتم اینجا. گفت برو دخترتم بردار بریم خونه. با بغضی که سعی در قورت دادنش داشتم گفتم نه آقا جون اینجا راحت ترم. اونجا کسی منتظر من نیست. پدرم جواب داد برات خونه دیگه ای میگیرم. خرجیتم میدم. بیا از اینجا بریم. بازم ممانعت کردم که بدون نظر من رفت داخل اتاق و دخترمو تو آغوشش گرفت و گفت
ما میریم، تو هم خودت میدونی. میدونست دخترم خط قرمز منه و من بدون اون میمیرم. برای همون گفتم باشه میام، فقط بذارید از پیر بابا خداحافظی کنم. گفت باشه، وای میسیم تا بیاد. کناری روی صندلی فلزی نشست و منتظر موند. اصلا پدر من محال ممکن بود پا توی این مغازه بذاره. چطور سر از اینجا در آورده بود؟ خودم مونده بودم. بالاخره بعد از اندکی انتظار پیر بابا اومد و با تعجب نگاه میکرد. با تته پته و صدای لرزون گفتم پیر بابا، ایشون پدرمه. پیر بابا با گرمی با پدرم خوشابش کرد و اصلا به روی خودش نیاورد که من بهش چی گفته بودم. دلم نمیومد تنهاش بذارم. تو مدت چند روز اونقدر به پیر بابا عادت کرده بودم که احساس میکردم پدرمه، ولی مجبور بودم برم. با خداحافظی کوتاهی از پیر بابا داشتم از مغازه خارج میشدم که پیر بابا گفت خوشبخت باشی دخترم، برات دعا میکنم. چقدر این لحظه برام شیرین بود. بغضم ترکید و با گریه مغازه رو ترک کردم. رفتم و داخل ماشین پدرم نشستم. متوجه شدم پدرم زل زده به دخترم و لبخند میزنه. گفت چقدر شبیه اقدسه. ببخش که بهت تهمت زدم. خیلی عصبانی بودم، ولی اصلا نمیتونم جلودار مادر و خواهرت بشم. برای اینکه تو اذیت نشی برات خونه جدا میگیرم و میذارمت اونجا. برات تو خرجی و خورد و خوراکم خودم میارم. چیزی نگفتم و پدرم ماشین رو حرکت داد. طولی نکشید که جلوی در خونه پارک کرد. پیاده شدم و رفتم داخل حیاط خونه. متوجه حضور فرهاد و اقدس هم شدم. اصلا نمیتونستم پامو داخل خونه بذارم، ولی پدرم با ضربه اطمینان بخشی که به پشتم زد مجبورم کرد برم داخل خونه. رفتم داخل خونه و فرهاد و اقدس که مشغول خندیدن بودن با دیدن من خنده رو لبشون خوش شد. مادرم با دیدنم چیزی نگفت. نمیدونم خوشحال بود یا ناراحت، ولی شاپور جلو اومد و محکم بغلم کرد. هیچی نمیگفت و فقط میبوسیدم و گریه میکرد. ولی اقدس با اخم بهم چشم دوخته بود. نرسیده زخم زبونش روشن شد. بچه مردمو چرا آوردی اینجا؟ پدرم به جای من جواب داد بچه خواهرته. بچه مردم دیگه چیه؟ اقدس دوباره نیش بزرگتری زد که کلا بی‌اس شدم. پدرش کیه؟ کجاست الان؟ راستی محرم شده بودین؟ باز پدرم نجاتم داد. این چند روز که ازم نبود میخواستم از اینکه پدر بچه کیه مطمئن بشم. فهمیدم پدر بچه فرهاده. دهن اقدس باز مونده بود و به فرهاد نگاه میکرد. مادرم گفت نه حتما اشتباهی شده. آخه فرهاد که... سر به زیر انداختم. شرم داشتم از حرفی که میخواستم بزنم، ولی آخرش زدم. چرا شده؟ فرهاد با من بود. فرهاد دستاشو مشت کرده بود و دندوناشو به هم میمالید. اقدس رو به فرهاد گفت به من دروغ گفتی؟ گفتم فرهاد تا روز آخر میدونست من باردارم. یعنی اون روز که شما اومدین خونمون مهمونی و مامان به باردار بودنم شک کرده بود، فرهاد همون روز فهمید، ولی تهدیدم کرد اگه سخت نکنم خودش بچه‌مو میکشه. منم از ترس جون خودم و بچه‌م فرار کردم. فرهاد دندوناشو روی هم فشار میداد و از شدت عصبانیت سرخ شده بود. اقدس رو به فرهاد گفت چرا به من دروغ گفتی؟ این بود وفاداریت؟ فرهاد بلند شد و گفت چرا قسمت اصلیشو نمیگی؟ چرا نمیگی چی شد که اینجوری شد؟ سر به زیر انداختم که خود فرهاد شروع کرد به گفتن. اون شب من به خاطر دیدن اقدس و به دست نیاوردنش مست بودم. عشقم جلوی چشمم بود، ولی نمیتونستم حتی بهش نگاه کنم. من مست بودم و این دختر رو به شکل اقدس دیدم و همه چی از دستم خارج شد. نفهمیدم چی شد. وقتی حواسم سر جاش اومد که خیلی دیر شده بود. پدرم رو به من گفت راست میگه؟ با سر جواب مثبت دادم. ولی اقدس با گریه گفت من دیگه نمیخوام باهات باشم. تو بچه داری. حتی اگه قسم آیه هم بخوری به اعظم علاقه نداری، ولی بچه داری. من مردی که بچه داره نمیخوام. دوید رفت توی اتاق و فرهاد هم خواست دنبالش بره که پدرم مانعش شد و گفت بهتره از این خانواده خارج بشی. از اولش هم اشتباه کردم. فقط به احترام حاجی اجازه دادم بیاین خونم که الان حاجی هم دیگه احتراممو نداره. فرهاد دستشو مشت کرده بود و به من نگاه میکرد. نزدیکم اومد و گفت مگه نمیگی این بچه منه؟ میخوام یه نظر ببینمش. وقتی برای اولین بار حوریه رو دید نگاش رنگ تعجب گرفت و گفت چرا اینقدر شبیه اقدسه؟ مادرم هول شد و تند و دوون جلو اومد و گفت کو ببینم. مادرم هم با دیدن حوریه لبش به خنده باز شد و در آغوش گرفتش. احساس کردم چون شبیه خودش و اقدس شده علاقه بهش پیدا کرد. فرهاد همچنان ایستاده بود که آقا جونم گفت آقا فرهاد برو لطفا. فعلا شما با هم عقد موقت کرده بودید و چند روز دیگه مدتش تموم میشه. فرهاد نفسش رو صدادار بیرون داد و با نگاه به سمت من گفت میخوام دوباره اعظم و ازتون خواستگاری کنم. چشمام از تعجب داشت از حدقه بیرون میزد.
با خودم گفتم لابد اشتباه شنیدم که پدرم گفت خود اعظم باید تصمیم بگیره. من یه بار با تصمیم اشتباه هم اعظمو تباه کردم. این بار نمیتونم. فرهاد با نگاهی که معلوم بود خون ازش میباره رو به من گفت با من عروسی کن. این بچه هم منو میخواد هم تو رو. نمیخوام عقده‌ای بار بیاد. دختره به این خوشگلی نباید افسرده باشه. فهمیدم به خاطر حوریه میخواد با من باشه، نه به خاطر خودم. توی چشمای فرهاد جز نفرت هیچی دیده نمیشد. اقدس با چشمای به خون نشسته از اتاق خارج شد و گفت بالاخره توله انداختی که فرهادو پایبند کنی. آره، یه روز پشیمون میشی از داشتن دختری که به زور و کلک وارد این دنیا کردیش. چرا اقدس اینقدر ترسناک شده بود؟ انگار همون اقدس نبود. حتی به بچه من که خواهرش بودم هم رحم نداشت. سکوت حکم فرما شده بود. فقط صدای ملش ملوش دست خوردن حوریه توی فضا پیچیده بود. آقا جونم دست به پشتم زد و گفت خدا بزرگه. فردا برید برای دختر قشنگمون شناسنامه بگیرید. گفتم اسمش حوریه است. آقا جونم خیلی پسندید. ولی فرهاد گفت اسم دخترمو نازنین میذارم. دوست نداشتم مخالفت کنم. اسم زیبایی بود. اقدس نزدیک اومد و با دیدن دخترم گفت مبارکت باشه اعظم خانوم. کینه اقدس کینه‌ای تمام نشدنی بود. اقدس نگاهی پر از کینه به فرهاد انداخت و گفت تو که معلوم نیست میلت کدوم طرفه. اولش من، بعد بچه، یا بچه بعد من. ازت متنفرم فرهاد. حالم ازت به هم میخوره. فرهاد سر به زیر انداخته بود که اقدس دوباره رفت داخل اتاق. فرهاد رفت و همه منتظر بودیم اقدس بیاد تا باهاش صحبت کنیم. ولی بعد از چند ساعت متوجه شدیم اقدس تمام وسایلش رو جمع کرده. پدرم بلند شد روبروش ایستاد و گفت کجا به سلامتی؟ اقدس گفت شما باید به من اجازه خروج از کشور بدید. میخوام برم. آقا جونم با اخ گفت کجا میخوای بری؟ دیوونه شدی؟ مگه یه کور و کچل پیدا نمیشه بگیرتت؟ چرا اینقدر بیشعوری؟ اقدس داد زد بیشعور دختر بزرگترته یا من؟ شما عاشق نشدین؟ مگه نمیگفتین به خاطر مامان خودکشی کردین؟ حالا چی شده؟ همه چی یادتون رفته؟ چرا اینقدر بدین؟ از همتون متنفرم. یا میذارید من برم یا خودمو دار میزنم. آقا جونم ناخودآگاه سیلی محکمی زد توی گوش اقدس که گریه اقدس بدتر شد و آروم گفت نمیذارید برم؟ نه. پدرم گفت مگه اینکه من بمیرم تو بتونی بری. اقدس سری تکون داد و گفت پس جنازه‌مو ببرین قبرستون. بعد از اینکه اقدس رفت داخل اتاق مادرم هم دنبالش رفت، ولی اقدس در رو بست و از پشت قفل کرد. پدرم رو به مادرم که در میزد و اقدس رو صدا میکرد گفت ولش کن خانم، بیا اینور، فردا آدم میشه. عقدشون هم که موقت بود و اتفاقا 3 روز دیگه باطل میشد. مادرم گفت تو با احساساتش بازی کردی. چرا این کارو کردی؟ پدرم گفت من این بار دخالت نکردم. خودش پا پس کشید. خود فرهاد برگشت سمت اعظم چون پای یه طفل معصوم وسط بود. مادرم شروع به گریه کرد. در همین حین صدای شکستن آینه داخل اتاق اقدس و پشتبندش جیغ بلند اقدس به گوش رسید. هر چه اقدس رو صدا می‌زدیم اصلا جواب نمیداد. گریه نازنین از یک طرف و نگرانی برای خواهرم از طرفی روانم رو به هم ریخته بود. پدرم در رو با چند تا حرکت شکست و داخل اتاقش رفتیم. اقدس تیکه آینه توی دستش گرفته بود و تهدید میکرد اگه نذاریم بره رگشو میزنه. پدرم جلو رفت که مانعش بشه، ولی اقدس جیغ زد و قسم خورد رگشو میزنه. پدرم به حالت تسلیم دستاشو بالا گرفت و گفت خیلی خوب، خیلی خوب، فردا کاراتو انجام میدم. برو پیش خالت اتریش. حداقل اینجوری خیالم راحت تنها نیستی. اقدس لبخند پیروزمندانه‌ای زد و رفت نشست روی زمین و وسایلاشو چک کرد. مادر و پدرم هر دو از رفتن اقدس ناراحت بودن. مادرم با حالت زار رفت نزدیک اقدس که مشغول چک کردن لباسا و وسایلش بود و گفت میشه نری؟ فرهاد نه یکی دیگه پیدا میشه عاشقش میشی. نرو، من دق میکنم. اقدس جواب داد هیچی نمیشه. یه چند وقت دیگه تورم میبرم. فعلا آرامش منو بخوا. مادرم اشکاشو پاک کرد و نتونست ممانعت کنه. رفتم نزدیکتر و صداش زدم. با حالت کینه نگام کرد و هیچی نگفت. گفتم خواهری بیا فراموش کنیم گذشته رو. بیا دوباره از اول مثل اون روزای اول خواهرای دلسوز هم باشیم. گفت اون موقع نمیشناختمت. فکر میکردم چه خواهر مهربونی دارم. الان میبینم تو یه عقده‌ای بودی که تمام عقدت رو سر من خالی کردی. گفتم عقدس داری اشتباه میکنی. گفت برو نمیخوام ببینمت. به وقت شاهد عذابت خواهم بود. الان دیگه وقت رفتنه. ازش میترسیدم. کاش میتونست فراموش کنه. ولی رفت تا با قدرت بیشتری برگرده. اما کی معلوم نبود. از فردای اون روز آقا جونم کارای اقدس رو جفت و جور کرد و در اولین فرصت زمان رفتن اقدس بود. اون روز از خود صبح تو خونه ما گریه و زاری مادرم به پا بود. اونقدر گریه کرده بود چشمای رنگیش قرمز شده بودن. اقدس عین خیالش هم نبود و کپکش خروس میخون.
نزدیکای غروب اقدس پرواز داشت و برای همیشه ما رو ترک میکرد. ساعت هرچی میگذشت دلم بیشتر به درد میومد. دلم برای حالت غمگین آقام، برای گریه مادرم، برای ناراحتی شاپور کباب بود. خودم رو مقصر میدونستم. کاش هرگز اصرار به اومدن دخترم نمیکردم و میدون رو برای اقدس خالی میذاشتم. تیک تاک ساعت روی مغزم رژه میرفت. ناخونمو میجویدم و حتی به دخترم هم محل نمیدادم. چی قرار بود بشه؟ چی قرار بود به سرمون بیاد؟ عجب روزگاری بود. کاش فرهاد نامی تو زندگی ما وجود نداشت. بالاخره ساعت جدایی رسید. همه برای رفتن به فرودگاه آماده بودیم. وقتی خواستیم از در خارج بشیم، اقدس رو به من گفت تو کجا؟ گفتم اقدس داری میری، کینه رو پاک کن و برو. بذار بیام. اقدس گفت من به خاطر گندی که تو به بار آوردی دارم خودم رو آواره میکنم. پس مظلوم نمایی نکن برای من. گفتم ولی من میام. آقامم گفت هممون با هم میریم و دیگه هیچکس نظری نداد. تو فرودگاه بودیم که حس کردم چهره آشنا اون دور نشسته و نگاه میکنه. کمی که دقیق شدم متوجه فرهاد با حالت زارش گوشه دیوار شدم. سر روی شونه خودش گذاشته بود و با مظلومیت نگاه به رفتن عشق نافرجامش میکرد. عشقی که همه نتیجه نافرجامیشو پای من میدونستن. بالاخره اقدس موقع رفتنش شد. همه رو بغل و بوس کرد. به من که رسید پوزخندی زد و گفت میبینمت. این میبینمت هزاران معنی داشت. اقدس لحظات آخر چشمش به فرهاد افتاد. حالت چهرش تغییر کرد. اشک به چشمای قشنگش هجوم آورد ولی غرورش اجازه نداد بریزه. اقدس رفت و من تک تک لحظات با اقدس بودن و جلوی چشمام رژه رفتن. انگار همین دیروز بود دست تو دستم تو کوچه پس کوچه ها با خنده طی می‌کردیم. چی شد که اونجوری شد؟ از رفتن اقدس حدود یه هفته میگذشت. چقدر دلگیر بود خونه‌ای که این چنین از هم پاشید. بی سر و صدا با فرهاد عقد دوباره کردیم و رفتم سر خونه زندگی. اما اون خونه زندگی شبیه هیچ خونه زندگی نبود. روز اول که وارد خونه شدم با ذوق نازنین رو زمین گذاشتم و خودم داخل آشپزخونه رفتم و با لبخند رو به فرهادی که مشغول خوندن روزنامه بود گفتم چی درست کنم برای نهار؟ جوابمو نداد. یه بار دیگه با صدای بلندتری تکرار کردم، بازم جواب نداد. روزنامه رو کناری گذاشت و گفت بیا بشین کارت دارم. با ترس و لرز قدم برداشتم روبروش نشستم. دستاشو تو هم قفل کرد و گفت ببین دختر جون، من فقط و فقط به خاطر دخترم دوباره قبولت کردم. نه از من نظر بخواه، نه با من صحبت کن. من فقط همخونه تو هستم، همین و بس. نه با هم گردش میریم، نه با هم مهمونی میریم، نه خرید. از خونه بیرون نمیری، میمونی تو خونه، بچه رو به نحو احسن تربیت میکنی. فردا روز پاش کج بره من از چشم تو میبینم. از اینم نترس که ازدواج مجدد کنم. من روحم با اقدس رفته، پس هیچ زنی تو زندگی من جایی نداره. اینا رو گفتم تا بدونی و درست رفتار کنی. گفت و چیزی تو قلب من شکست. من زندانی شده بودم. زندانی که حکمم حبس ابد بود. باید دخترم رو به نحو احسن تربیت میکردم وگرنه معلوم نبود مجازاتم چیه. روزگار چه خواب بدی برام دیده بود. روزها از پیم میگذشتن ولی فرهاد کلمه‌ای با من حرف نمیزد. تشنه محبتش بودم ولی انگار که نه انگار. خسته شده بودم. یه روز رفتم محکم تکونش دادم. برای چی دوباره منو گرفتی؟ برای چی؟ خواستی عذابم بدی؟ آره؟ تو که میگی به خاطر بچه‌م برگشتم. بچه‌ت به محبت نیاز داره. میفهمی اینو؟ فردا افسرده میشه و محبت رو جای دیگه پیدا میکنه. تو چرا انقدر سنگی؟ میگفتم و میزدم تخت سینش که آخر سر عصبی شد و پرتم کرد سمت دیگه و اومد سمتم و 2 مشت نثارم کرد و گفت مثل اینکه حرفای اون روزمو نفهمیدی. لالمونی بگیر بشی سر جات. من چرا باید بهت محبت کنم؟ مگه من عاشقتم که محبت کنم بهت؟ تو برای من با موش داخل انباری فرقی نداری. چقدر حرفاش سنگین بود. با گریه گفتم تو دختر داری. فردا یکی هم با دخترت همین کارا رو میکنه. گفت خیلی رو داری. گم شو از جلو چشمم. ولی نرفتم و ادامه دادم. خب چرا خودت جلوی پدرت مقاومت نکردی که منو نمیخوای؟ چرا نگفتی الا و بالله فقط و فقط اقدسو میخوای؟ گفت چون ما رو حرف بزرگترمون حرف نمیزنیم. گفتم نه، تو میترسیدی از ارث محروم شی. برای همین ساکت نشستی، اونا بریدن و دوختن. گفت تو مگه لال بودی؟ خب تو میگفتی. گفتم من هیچ وقت به پدرم نه نگفتم. حتی اگه بگه بمیر هم میمیرم. فقط یک بار بهش نگفتم. بعد از کمی سکوت ادامه دادم. وقتی بهم گفت از فرهاد طلاق بگیر بهش گفتم نه. بهش گفتم دوستت دارم. ازت طلاق نمیگیرم. افتادم روی زمین و گریه کنان میزدم توی صورتم. بلند شد رفت داخل اتاق و محکم درو بست تا صدامو نشنوه. روزها میگذشت و فرهاد روز به روز از من دورتر میشد. نازنین بزرگ و بزرگتر میشد و هر روز که بیشتر قد میکشید بیشتر شبیه اقدس میشد.
2 سال از رفتن اقدس گذشته بود که مخالفت‌های مادرم با پدرم شروع شد. هر روز بهونه می‌گرفت و به بهونه‌های الکی قهر می‌کرد تا اینکه علت قهرش مشخص شد. مادرم هوای خارج رفتن به سرش زده بود. هر روز گریه و زاری می‌کرد و میگفت دلم برای اقدس تنگ شده. یه روز که برای دیدن خانواده‌ام رفته بودم، هنوز از در کوچه داخل نرفته بودم که صدای شکسته شدن ظرف‌ها پشتم به گوشم خورد. بعد از اندکی صبر در زدم و مدت زمان زیادی طول کشید تا در باز بشه. وقتی در باز شد و من مادرم رو با سر و روی پریشون که تا حالا ندیده بودمش دیدم، چشمای قرمز و پف شده از گریه، موهای پریشون و صدای خش‌دار، با تعجب گفتم چی شده مامان؟ بی حرف کنار رفت و من داخل رفتم. داخل حیاط پر از ظرف شکسته بود. فوراً نازنین رو تو آغوش گرفتم تا شیشه خورده پاشو زخمی نکنه. پدرم سرشو بین 2 تا دستاش گرفته بود و گوشه حیاط نشسته بود. شاپور تند و عصبی رو به من گفت مادرمون فیلش یاد هندستون کرده. میخواد بره سوگلیشو ببینه. آقا جون مخالفه. با تعجب و ناراحتی گفتم چرا مخالفه؟ خب میره و برمیگرده. شاپور پوزخندی زد و گفت نه بر نمیگرده، خوش خیال. به اطراف نگاه کردم و گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی میخواد بره، کلاً بره پیش اون خواهره. هنوز حرف شاپور تمام نشده بود که مادرم سیلی محکمی تو دهنش زد و گفت در مورد خالت درست حرف بزن. آدم شدی برا من؟ شاپور از رو نرفت و گفت خاله؟ کدوم خاله؟ همون که شوهرمه بدبختم و دزدید؟ اسمش خاله است یا نامرد عالم؟ تو هم لنگه همونی. اون دخترت هم لنگه خودتونه. شاپور سیلی دومو خورد که پدرم عصبی داد زد تمومش کنید. روی مادرم در حالی که انگشت اشارش روی هوا تکون میداد گفت ببین توبا، اگه رفتی دیگه برو. طلاقتو میدم، تومنی هم بهت نمیدم جز خرج و مخارج خارج رفتنت. بقیش با خودته. مادرم لبخندی زد و گفت باشه میرم، فقط دلم میخواد برم. پدرم غمگین گفت پس خاطر این همه سال فروختی؟ مادرم سر به زیر انداخت و گفت نمیتونم دیگه اینجا بمونم، میخوام برم. گفتم که تو هم بیا، همه با هم باشیم. پدرم گفت من غربتو نمیتونم تحمل کنم. بمون توبا، میریم به اقدس سر میزنیم و برمیگردیم. مادرم گفت نه من نمیتونم اینجا رو تحمل کنم، نمیخوام بمونم، میخوام برای همیشه برم. پدرم هم آروم گفت باشه برو به سلامت. مادرم هیچ وقت برامو مادری نکرد. حال دلم خیلی خراب بود. اون روز جو خونه سنگین بود، همه ناراحت بودن و مادرم خوشحال بود. مادرم وسیله هاشو داشت جمع میکرد. چند روز بعد پدر و مادرم از هم جدا شدن و مادرم برای همیشه رفت اتریش پیش اقدس. وقتی مادرم رفت به پدرم گفتم کاش یه روز برگرده. پدرم گفت توبا دیگه برای من برای همیشه تموم شد. قصه عشق من و مادرت یه افسانه بود که تموم شد. اون روز من شکسته شدن پدرم رو به چشم دیدم. در عرض یه هفته تمام موهاش سفید شد. حدود 1 سال از رفتن مادرم و تنها شدن پدرم گذشته بود که کم کم متوجه حال بد آقا جونم شدیم. یک روز که طبق معمول پیشش بودم سرش گیج رفت و افتاد و چاقوی دستم رو پرت کردم و طرف آقا جونم دویدم. آقا جونم کمی شقیقه‌هاشو ماساژ داد و گفت حالش بهتر شده. ولی این پایان ماجرا نبود. حالش هر روز بد و بدتر میشد و به اصرار من و شاپور برای رفتن به دکتر بی‌اعتنا بود تا اینکه یه روز در خونه زده شد. این وقت روز محال ممکن بود فرهاد خونه بیاد. پدرش هم که هر وقت میومد در ورودی رو میزد، نه در کوچه رو. منم که میخواستم کم کم برم پیش پدرم، پس مسلما پدرم هم نبود. در رو که باز کردم با قیافه پریشون شاپور روبرو شدم. زد زیر گریه و گفت آقا جون سکته کرده و بردنش بیمارستان. سریع خودم رو به بیمارستان رسوندم. با دکترش حرف زدم که گفت اگه به امید خدا بتونه مقاومت کنه باید ببریدش خارج درمان بشه. اینجا امکانات کافی نیست. پاهم شل شدن. رو به پزشکش گفتم دکتر خوب میشه؟ لبخند بیروحی زد و گفت دعا کن دخترم، امیدت به خدا باشه. دلم گرفته بود و فقط زار میزدم. نمیدونستم چجوری با خدا حرف بزنم. تو همین افکار بودم که چند تا دکتر و پرستار سمت اتاق آقا جون دویدن. بعد از چند دقیقه در باز شد و پزشک بیرون اومد. پریدم جلوشو گرفتم. آقای دکتر، آقا جونم. دکتر چیزی نگفت و سر به زیر رفت. پاهم شل شدن. پشت سرش رفتم که سر برگردوند و گفت خدا صبرتون بده. من موندم و شاپوری که روی زمین افتاده بود و زار میزد. همه فامیل برای مراسم آقا جون اومدن. کسایی که سال تا ماه نمی اومدن ببیننش حالا برای مرگش اومده بودن. عمم هم از شمال اومد. خودمو تو آغوشش انداختم. عمه شیوه‌ام میکرد. خونه خرابم کردی توبا. تو نمیدونستی داداشم چقدر خاطرتو میخواد که رفتی؟ رفتنت کشتیش. چرا رفتی توبا؟ عمه میگفت و شیوه‌ام میزد. صدای پچ‌پچ اطرافیان تو گوشم بود.
یکی میگفت آره این همونه که خواهر تو بابا شوهرش فرار کردن خارج. یکی میگفت وای زن بیچاره چقدر پیر شده. هر کسی یه چیزی میگفت. مراسم آقا جون با عزت و احترام تموم شد. عمه به خاطر شاپور قبول کرد پیشش بمونه. فرهاد فقط توی مراسم خودی نشون داد که باعث حرف و حدیث بقیه نشه و از اون به بعد کلا نبود. عمه ماجرای عشق آقا جونم و مادرم رو برام تعریف کرد و همچنین ماجرای عشق نافرجام خودش رو. شوهرش دوست پدرم بوده، آقا یوسف. گفت که 1 ماه از زندگیشون میگذشته که خواهر مادرم یعنی خاله طهورا با دلبری و عشق شوهرش از راه به در میکنه و با همدیگه میرن اتریش و عمه منو تنها میذاره. با تعریفای عمه بیشتر از مادرم متنفر شدم و دلم بیشتر به حال آقا جونم میسوخت. بعد از اینکه عمه ماجرا رو برام تعریف کرد آه کشید و گفت کاش منم مثل طهورا دوست داشت و طلاقم نمیداد. لبخندی زدم و گفتم نه عمه جون اشتباه نکنید. یوسف اصلا علاقه‌ای به خالم نداره. فقط داره با زنایی که باهاشون خوش میگذرونه خاله رو هرس میده. عمه با تعجب پرسید تو اینا رو از کجا میدونی؟ گفتم یه بار چند سال پیش خالم برای چند ماه اومد ایران پیش ما. وقتی با مادرم صحبت میکردن شنیدم. عمه با خجالت سر به زیر انداخت و گفت چیزی در مورد من نشنیدی؟ الهی بمیرم. عمه هنوز دلش پیش یوسف بود. گفتم نه عمه جون نشنیدم. فقط فهمیدم یوسف دیگه علاقه‌ای به خالم نداره. یعنی وقتی خالم داشت تعریف میکرد میگفت فقط 1 ماه اول باهاش خوب بوده. بعدش بهانه‌گیر شده و کم کم پای زنای دیگه تو زندگیشون باز شده. ولی میگفت نمیتونه طلاق بگیره. چون اگه طلاق میگرفت باید برمیگشت ایران و پیش خانواده‌اش سرافکنده میشد. فقط مادرم میدونست و کسی از این موضوع خبر نداشت. عمه لبخندی زد و از نگاه من دور نموند. گفتم عمه خوشحالی که طهورا رو دوست نداره؟ عمه صداش لرزید و گفت همیشه خواب میبینم یوسف برگشته. ناراحت پرسیدم اگه برنگرده چی؟ عمه گفت هیچی. بازم با یادش زندگی میکنم تا بمیرم چون من واقعا عاشقش بودم و هستم. دلم برای عمه سوخت. کاش یوسف یه روزی برمیگشت و عمه آرزو به دل از دنیا نمیرفت. روزها میگذشت و عمه همچنان پیش ما بود. بعد از چند سال مادرم یه نامه نوشت که قراره با اقدس بیان ایران و به من سر بزنن. همچنین توی نامه نوشته بود که با همسر جدیدش میاد. حالم به هم خورد از بطنی که ازش خارج شدم. این چه زندگی بود؟ کاش من مثل مادرم نباشم برای دخترم. وقتی بهم خبر دادن رسیدن و میخوان به دیدنم بیان، از وجود خاله طهورا خبر نداشتم و عمه رو هم به خونه خودم آوردم. دلم نمیخواست مادرم فکر کنه به خاطر اون دور عمه رو خط کشیدم. شاپور قبول نمیکرد با مادرم رو در روشه، ولی به اجبار من و عمه بالاخره راضی شد. من و فرهادی که از چشماش میشد انتظار را خوند و شاپور و عمه نشسته بودیم که در زده شد. مهمونا داخل اومدن، ولی با دیدن خاله طهورا و مردی که کنارش حس زدم یوسف باشه دهنم باز موند. نمیدونستم باید چی کار کنم و شوکه شدم. عمه که داشت تو اتاق نماز میخوند بعد از نمازش با صدای سلام و احوالپرسی مهمونا خودش رو به ما رسوند، اما در یک نگاه به یوسف در جا میخکوب شد. یوسف هم در اینکه سن و سالی ازش گذشته بود ولی بازم جذاب و خوش قیافه بود. یوسف نگاه مشکوکی به عمه انداخت و رفت نشست تو جایگاه مهمان. شوهر مادرم هم آدم بسیار محترمی بود. هرچند اصلا از کار مادرم خوشم نیومده بود، ولی مادرم لیاقت این مردو نداشت. طهورا جوری به یوسف چسبیده بود که فکر می‌کرد اگه ولش کنه یوسف میپره بغل عمه. کمی که گذشت مادرم لبخندی زد و گفت عزیزم مگه نمیدونستی ما قراره بیایم؟ گفتم چرا نمیدونستم مادر؟ خب میدونستم که براتون تدارک دیدم دیگه. پوزخند اشاره‌ای به عمه کرد و گفت خب پس ایشون چرا اینجا؟ بهم برخورد. گفتم چون ایشون هم مهمون عزیز منن. مادرم گفت خب تو که میدونی با هم رفت آمد نداشتیم. گفتم ما نه شما رفت آمد نداشتی ولی من دارم. ایشون هم مثل شما مهمون منن بلکه خیلی عزیزتر. نگاه یوسف بازم روی عمه قفل بود. یان یوسف گفت منصور خودتی؟ رنگ از رخ طهورا پرید و گفت یوسف جان نوشابه‌تو باز کنم؟ یوسف جوابشو نداد و همچنان محو عمه بود. جوابمو ندادی خودتی؟ سکوت همه جا رو گرفته بود. عمه بلند شد که بره. یوسف گفت پس خودتی؟ هنوزم مثل اون موقعات قشنگی. طهورا دیگه تحمل نکرد و چشاش گرد شد و با نگاه به یوسف داد زد چرا مراعات منو نمی‌کنی؟ وای که چه دعوایی تو راه بود. یوسف چشاشو ریز کرد و گفت مگه اون موقعات تو مراعات منصوره رو می‌کردی؟ حالا یاد گرفتی مراعات چیه؟ طهورا رو به مادرم گفت تو با بلند شید بریم دیگه. عزم جان مرسی خاله. و رو به یوسف گفت کتتو میارم بپوش. یوسف گفت من جایی نمیام. مگه هنوز شام خوردیم که بریم؟ بشین سر جات. طهورا به اجبار نشست ولی دیگه هیچی نخورد.
مادرم بهم تشر زد که این چه کاری بود کردی؟ چرا وقتی ما میدونستیم میایم عمتو گفتی بیا؟ شوهرش داد زد بس کن توبا خانم. مادرم جوابش گفت چرا بس کنم آقا خشایار، خیر سرم اومدم خونه دخترم، الان کاری میکنن خواهرم بدبخشه. دیگه سکوت نکردم و گفتم مادر جان ببخشید، ولی خواهر شما عامل بدبختیه عمه منه. اونقدر بحث بالا بود که اصلا نفهمیدم عمه کی وسایلشو جمع کرده و رفته داخل حیاط. دویدم تو حیاط دنبالش. داشت درو باز میکرد که گرفتمش. عمه کجا؟ صورتشو برگردون که پر از اشک بود. گفت میرم دخترم، اینجا دوباره دلم خورد میشه. گفتم عمه یوسف داره ازت دفاع میکنه، دیگه شونه خالی نکنیم با. تو ببر، نذار تهورا فکر کنه با 4 تا عشق تو برای همیشه مال خودش کرده. عمه با بغض گفت تموم شده ازم، مردی که رفته دیگه تموم شده دخترم. در همین یوسف خودشو به ما رسوند و با التماس از عمه خواست که یه بار دیگه بهش فرصت بده تا با هم ازدواج کنن. گفت تهورا فقط یه هوس زودگذر بوده و خیلی زود پشیمون شده که عمه رو از دست داده. ازش طلب بخشش کرد. عمه گفت با من دیگه آینده ای نداری، من مریضم و همین روزا چشمم از این دنیا بسته میشه. یوسف گفت حتی اگه یه روزم شده میخوام باهات زندگی کنم. پدرم و خالم با عصبانیت داشتن جمع میکردن که برن که متوجه شدم اقدس و فرهاد نیستن. پاورچین رفتم نزدیک اتاق، صداشونو میشنیدم. فرهاد میگفت من نباید تو رو حداقل سالی 2 بار ببینم اقدس. رفتی که رفتی حاجی مکه. اقدس گفت فرهاد همه چی بین ما تموم شده. منم. فرهاد گفت تو چی؟ نکنه داری ازدواج میکنی؟ اقدس گفت نه بابا ازدواج چیه، فقط دیگه دلم تو رو نمیخواد. فرهاد که حتی میشد با رفتنشو حس کرد سکوت کرده بود. کمی بعد گفت اقدس واقعا منو نمیخوای؟ اقدس خیلی جدی گفت آره، الان چند سال گذشته، منم آتیشم سرد شده. خب از دل برود هر آن که از دیده برفت. باورم نمیشد. فرهاد داشت گریه میکرد. اقدس گفت گریه نکن، زندگی تو با ازم ادامه بده، چون خیلی عاشقته. فرهاد گفت ولی من تو رو دوست داشتم و دارم لعنتی. اقدس گفت به هر حال من دیگه دوستت ندارم، به فکر خودت و زندگیت باش. فرهاد گفت خیلی بیرحمی، برو باشه، ولی یادت نره به خاطر تو من زندگی رو فراموش کردم. اقدس گفت من برم دیگه، مامان و خاله دارن از در میرن. سریع از در اتاق فاصله گرفتم، خودمو کاملا عادی نشون دادم و رو به اقدسی که از اتاق خارج شده بود با لبخند گفتم مامان اینا دارن میرن، تو نمیری؟ اقدس گفت خودم دیدم از پنجره اتاقت، دارم میرم، و بدون خداحافظی از من رفت. خوشحال بودم که اقدس علاقه‌ای به فرهاد نداره. رفتم داخل اتاق و فرهاد روی زمین نشسته بود و سرشو بین 2 تا دستاش گرفته بود. رفتم کنارش نشستم. نگام کرد و گفت چی میخوای؟ گفتم همه چی شنیدم. اقدس دوستت نداره. پس بلند شو زندگیمونو بسازیم. از امروز شروعش کنیم. یهو دیوونه شد و پرتم کرد رو زمین. بهم گفت تو به چه حقی گوش وایسادی هان؟ عقب رفتم و گفتم اتفاقی شنیدم. دندوناشو رو هم فشار داد و دست مشردش رو دیوار کوبید. بلند شدم و رفتم داخل حیاط. هیچکس جز عمه و یوسف نمونده بود. عمه همچنان روی پله اولی نشسته بود و یوسف هم روی اولین پله ایوون سیگار میکشید. بعد از اصرار و التماس یوسف و پادرمیونی شاپور بالاخره عمه رضایت داد که اگر چند روز بعد تهورا از یوسف جدا شد و سهم عظیمی از ثروت یوسف رو با خودش برد و همراه توبا و اقدس به اتریش برگشتن. نازنین بزرگ و بزرگتر میشد و این روزا وقت مدرسه رفتنش بود. فرهاد مثل قبل خشک و بیروح بود. دیگه کلاً ازش قطع امید کرده بودم. 7 سال گذشت. عمر زندگی عمه و یوسف خیلی کوتاه بود. 1 سال بعد از عقدشون عمه بر اثر بیماری که داشت از دنیا رفت. یوسف هم تحمل مرگ عمه منصوره رو نداشت و 1 ماه بعد بر اثر سکته قلبی درگذشت. شاپور 2 سال بود که ازدواج کرده بود و خانمش باردار بود. فرهاد کمی با من بهتر شده بود. انگار قبول کرده بود تنها فرد زندگیش منم و باید بهم بها بده. نازنین دختر 15 ساله زیبایی بود که چوب گذشته من آینده قشنگش رو سوزون. نازنین اون روزها اصلا به حرف گوش نمیداد و خیره سر و یک دنده بود. یه روز تصمیم گرفتم دنبال نازنین برم ببینم کجا میره. همین که خواست بره بدون مخالفت بهش گفتم برو، فقط زود برگرد دخترم. نازنین با شیء گفت و دوید سمت در خروجی. با فاصله ازش راه افتاده بودم و با دیدن چیزی که روبروم بود شاخام زد بیرون. نازنین تو ماشین یه مرد سندار نشست و بعد از روبوسی حرکت کردن. فشارم داشت میافتاد. بعد از طی مسافتی جلوی ساختمون گرون قیمت نگه داشتن. نازنین پیاده شد و پیرمرد که دست نازنین رو گرفته بود که برن داخل خونه، خودم از ماشین پرت کردم بیرون و داد زدم نازنین.
نازنین که صدای منو شنیده بود خشکش زده بود و حرکت نمی‌کرد. خودمو بهش رسوندم و کشیده محکمی دم گوشش زدم. مرد اشاره کردم و گفتم این کیه؟ نازنین نگاهی به پیرمرد انداخت و سرشو انداخت پایین. داد زدم این کیه؟ بازم جواب نداد. رفتم سمت پیرمرد و زدم تحت سینش. بهش گفتم با دختری که همسن نوته چیکار داری حرومزاده؟ پیرمرد گستاخانه جواب داد من دیگه کارم باهاش تموم شده، اما دخترت ولکنم نیست. دنیا رو سرم خراب شد. یعنی چی کارم باهاش تموم شده؟ تو سکوت نگاهشون میکردم که نازنین سر به زیر اشک میریخت. رفتم و محکم تکونش دادم. بگو چه غلطی کردی عوضی؟ این بود جواب محبت‌های من بی حیا. نازنین آروم گفت آقا بیژن قرار بود بیاد منو بگیره. داد زدم مگه تو چند سالت عاشق یه پیر چروکیده شدی؟ دخترم نازنین به شدت افسرده شده بود. از اون مرد شکایت کردیم، ولی خیلی زودتر از اون چه که فکرشو بکنیم روانه خارج شده بود و فرار کرده بود. برای اینکه نازنین از حال و هوای بد بیرون بیاد، به پیشنهاد فرهاد فرستادیمش بلژیک که هم درسش رو ادامه بده، هم اونجا کار کنه. دخترم بعد از اینکه رفت تمام سعی و تلاشش رو کرد تا گذشته خودش رو جبران کنه و اونجا تونست با یه پسر بلژیکی ازدواج موفقی داشته باشه و حاصل اون ازدواج 2 دختر دوقلو بودن که جون من به جونشون بسته بود. سالی 2 بار به ایران می اومدن و یه ماهی میموندن و دوباره میرفتن. زندگی خوبی داشتن خدا رو شکر. فرهاد توی میانسالی من رو برای همیشه ترک کرد و خیلی توافقی از هم جدا شدیم. اون روزا دیگه تحمل رفتارای یخی فرهادو نداشتم. نشستم روبروشو بهش گفتم فرهاد جان، الان خیلی ساله که داریم این زندگی یخی رو تحمل میکنیم. الان نوه داریم. من و تو هرگز زن و شوهر نشدیم. من دوستت داشتم، ولی تو همیشه فکرت پی گذشته‌ای بود که حتی اقدس بهش فکرم نمی‌کرد. اقدس که بعد از اون مهمونی و رفتنش به اتریش 2 بار ازدواج ناموفق داشت، ولی تو همچنان منتظرشی. فرهاد سر به زیر انداخت و گفت تو همیشه زن خوب و مهربونی بودی. همیشه به داشتنت افتخار میکنم، ولی هیچ وقت نتونستم توی قلبم جات بدم. قلبم شکسته بود، اما گفتم بهتره توافق جدا بشیم، چون دیگه نازنینی نیست که به خاطرش منو تحمل کنی. فرهاد پذیرفت و بعد از انجام مراحل طلاق برای همیشه رفت بلژیک. منم کس و کاری تو ایران نداشتم و فقط با خاطراتم زندگی میکردم. بعد از فرهاد خیلی تنها شده بودم. دلم حتی برای اون مرد یخیم تنگ شده بود. منم تصمیم گرفتم راهی بلژیک بشم تا نزدیک نازنین باشم. اینجوری باز احساس تنهایی آزارم نمیداد. به گوشم رسید اقدس به قدری رفتار غلط داره که هیچکس برای زندگی قبولش نمیکنه. مادرم هم با اون مرد ساده و مهربون حتی به 2 سال هم نکشید و طلاق گرفت. ولی تهورا که خودشو آوار زندگی عمه کرده بود، بعد از اینکه با شوهر دومش آشنا میشه به قدری ازش کتک میخوره که آسیب مغزی میبینه و برای همیشه ویلچرنشین میشه. این بود سرگذشت پرفراز و نشیب من. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه. همراهان عزیز کانال خیانت پیشه، منتظر لایک و کامنت های پرمهرتون هستم. برای شنیدن داستان های بعدی حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله کانال رو فعال کنید.